کتاب تکرار شریعت باب یکم. ناسپاسی اسرائیل. این از سخنانی که موسی در آن طرف اردن، در بیابان، در صحرا، در روبروی صوف، در میان فاران و توفل و لابان و حسیرود و دیزهب و تمام اسرائیل گفت. از حوریب با راه کوی سعیر تا قادش برنه سفر 11 روزه بود. و چنین واقع شد که در سال 40 در ماه 11 در روز یکم ماه موسی به بنی اسرائیل بر طبق هر آنچه خداوند به او درباره آنها امر فرموده بود سخن راند. بعد از آن که او سیحون پادشاه اموریان را که در هشبون سکونت داشت و اوج پادشاه باشان را که در اشتاروت در ادره سکونت داشت تار و مار کرد. در آن طرف اردن در زمین موآب موسی به شرح دادن این شریعت شروع نموده گفت. خداوند خدای ما در حوریب و ما سخن رانده گفته است. نزد این کوه ایستادن شما بس است. روی نهاده کوچ کنید و به کوهستان اموریان و همه همسایگان آنها که در صحرا و در کوهسار و در پستی و در جنوب و در ساحل بحر یعنی در کنعان و لبنان می باشند تا نهر بزرگ که نهر فرات است داخل شوید. اینک زمین را به شما پیشنهاد کردم، پس داخل شده زمینی را که خداوند به پدران شما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده است که به آنها و به نسلشان بعد از آنها بدهد تصرف نماید. و من در آن زمان به شما سخن رانده گفتم. بار شما را نمی توانم به تنهایی بردارم. خداوند خدای شما را افزون کرده است و شما امروز مثل ستارگان آسمان سرشمار هستید. خداوند خدای پدران شما بگذار شما را 1000 چندان آن که هستید افزون نماید و شما را برکت دهد چنان که به شما گفته است. پس چگونه من به تنهایی تشویش شما و بار شما و نیزای شما را بردارم؟ شما برای خود در سبطهای خود مردان حکیم و خردمند و نامدار را انتخاب کنید تا که آنها را بر شما سردار تعیین نمایم. و شما به من جواب گردانیده گفتید خوب است آنچه تو گفتی که بکنیم. و من سرداران سبطهای شما را که مردان حکیم و نامدار بودند گرفتم و آنها را بر شما تعیین نمودم تا که میر 1000ها و میر 100ها و میر 50ها و میر 10ها و ناظران سبطهای شما باشند. و به داوران شما در آن زمان امر فرموده گفتم عرض و دادی برادران خود را بشنوید و در میان هر کس و برادری وی و غریبی که نزد وی باشد از روی عدل و انصاف داوری نماید. در داوری روبینی نکنید. عرض خود را مثل بزرگ بشنوید. از هیچ کس نترسید. زیرا که داوری از آن خداوند است. و دعوایی که برای شما مشکل باشد نزد من بیارید تا که آن را بشنوم. و در آن وقت من درباره همه کارهایی که باید به جا آورید و شما امر فرمودم. و ما از حوریب کوچ کرده تمام این بیابان بزرگ و دهشت انگیز را که شما دیدید به سمت کوهستان اموریان طی نمودیم چنان که خداوند خدای ما به ما امر فرموده بود و به قادش برنه رسیدیم. و من به شما گفتم شما به کوهستان اموریان که خداوند خدای ما به ما میدهد رسیده اید. اینک خداوند خدای پدران تو این زمین را پیش تو نهاده است. برآمده آن را تصرف نما چنان که خداوند خدای پدرانت به تو گفته است. نترس و هراسان نشو. ولیکن همه شما نزد من آمده گفتید مردان را پیشا پیش خود بفرستیم تا که زمین را برای ما جاسوسی نمایند و ما را از راهی که با آن باید برویم و از شهرهایی که با آنها داخل خواهیم شد خبردار کنند. و این سخن به نظر من پسند آمد
و من از میان شما 12 مرد را یک نفر از هر سبط گرفتم و آنها روی نهاده به کوهسار برآمدند و به وادی اشکول رسیده آن را جاسوسی کردند و از میوجات آن زمین به دست خود گرفته نزد ما فرود آوردند و به ما خبر رسانیده گفتند زمینی که خداوند خدای ما به ما می دهد زمینی خوب است، ولی شما نخواستید بروید و به فرمان خداوند خدای خود مقابلت نمودید و در خیمه های خود شکوه کرده گفتید از بس که خداوند به ما عداوت داشت ما را از زمین مصر بیرون آورد تا که ما را به دست اموریان سپرده نیست و نابود کند. ما کجا می توانیم برویم؟ در صورتی که برادران ما دل ما را خجل کرده گفتند آن قوم از ما بزرگتر و قد بلندترند، شهرهای آنها بزرگ است و حصارهای آنها سر به فلک کشیده است و بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم. و من به شما گفتم از آنها نترسید و هراسان نشوید. خداوند خدای شما که پیشاپیش شما می رود برای شما جنگ خواهد کرد چنان که با شما در مصر پیش نظر شما عمل کرد. و در بیابان چنان که دیدید خداوند خدای شما مثل کسی که پسر خود را می بردارد شما را در تمام راهی که می رفتید برداشته برد تا دمی که به اینجا رسیدید. ولی در این بابت شما به خداوند خدای خود ایمان نداشتید که او در راه پیشاپیش شما می رفت تا که مکانی برای شما از بحر اردو زدنتان پیدا کند و طوری که شبانه در آتش می رفت تا راه را که با آن باید بروید به شما نشان دهد و روزانه در ابر می رفت. و خداوند صدای سخنان شما را شنیده در غضب شد و قسم خورده گفت هیچ کدام از این آدمان از این نسل شریر آن زمین نیکو را که من قسم خوردم به پدرانتان بدهم نخواهند دید. فقط کالب ابن یفونه آن را خواهد دید. زمینی را که او طی کرده است و او و پسرانش خواهم داد چون که او خداوند را کاملا پیروی نمود. بر من نیز خداوند از باعث شما در غضب شده گفت تو نیز به آنجا داخل نخواهی شد. یهوشع ابن نون که پیش تو ایستاده است به آنجا داخل خواهد شد. او را تقویت نما زیرا که او آن را برای تصرف اسرائیل تقسیم خواهد کرد. و کودکان شما که درباره آنها گفتید به اسیری برده خواهند شد و پسران شما که امروز از نیک و بد وقوف ندارند آنها به آنجا داخل خواهند شد و آن را به آنها خواهم داد تا که آن را تصرف نمایند. ولی شما روی نهاده با راه بحر قلزم سوی بیابان کوچ کنید. و شما جواب گردانده به من گفتید ما به حضور خداوند گناه کردیم، پس ما برآمده جنگ خواهیم کرد موافق هر آنچه خداوند خدای ما به ما امر فرموده است. و هر یک اسلحه جنگی خود را به کمر بسته عزم کوهبرایی نمودید. و خداوند به من گفت با آنها بگو نبرایید و جنگ نکنید زیرا که من در میان شما نیستم مبادا پیش دشمنان خود به مغلوبیت دچار شوید. و من به شما سخن راندم ولی شما گوش ندادید و به فرمان خداوند مقابلت کردید و گستاخی نموده بر کوه برآمدید. و اموریانی که در آن کوه ساکن بودند و مقابل شما بیرون آمده شما را تعقیب کردند چنان که زنبورهای عسل میکنند و به شما از سعیر تا هارما شکست رسانیدند. و شما برگشته به حضور خداوند گریه کردید ولی خداوند آواز شما را نشنید و به شما گوش نداد. و شما در قادش ایام زیاد ایستادید مثل ایامی که پیش از آن ایستاده بودید. کتاب تکرار شریعت باب 2. آواره‌گردی در بیابان و ممانعت‌های گوناگون. و ما روی نهاده با راه بحر قلزم سوی بیابان کوچ کردیم چنان که خداوند به من گفته بود و کوه سعیر را ایام زیاد دور زدیم.
و خداوند به من سخن رانده گفت: این کوه را دور زدن شما بس است، به طرف شمال روی آورید. و تو به قوم امر فرموده بگو: شما باید از حدود برادران خود بنی عیسو که در سییر ساکنند عبور نماید و آنها از شما خواهند ترسید، ولی شما بغاید احتیاط باشید. با آنها نزاع نکنید، زیرا که از زمین آنها به اندازه یک کف پای هم به شما نخواهم داد، چون که کوه سییر را به تصرف عیسو دادم. خوراک را از آنها به نقره خریده بخورید و آب را نیز از آنها به نقره خریده بنوشید. زیرا که خداوند خدایت تو را در تمام عمل دستت برکت داده است. در این بیابان بزرگ راه پیمودنت را می‌دانست. این 40 سال است که خداوند خدایت با توست و تو از هیچ چیز کمی نداشتی. و ما از پیش برادران خود بنی عیسو که در سییر سکونت دارند قفا گشته، از راه صحرا، از ایلات و از اسیون جابر عبور نمودیم و تاب خورده از راه بیابانی موآب گذشتیم. و خداوند به موسی گفت: با موآب عداوت ننما و به ضد آنها جنگ نکن، زیرا که از زمین آنها چیزی به تصرف تو نخواهم داد، چون که آن را به تصرف بنی لوط دادم. در آنجا پیشتر ایمیان سکونت داشتند که قوم بزرگ و سرشمار و مثل عناقیان قد بلند بودند. آنها نیز مثل عناقیان از رفائیان حساب می یافتند، ولی موآبیان آنها را ایمیان می خواندند. و در سییر پیشتر حوریان سکونت داشتند و بنی عیسو آنها را از پیش خود به در راندند و در جای آنها مسکن گرفتند، چنانکه اسرائیل در زمین میراث خود که خداوند به آنها داده بود عمل کردند. الحال برخاسته از نهر زارد عبور نماید. و ایامی که از قادش برنیه راه پیمودیم تا دمی که از نهر زارد عبور کردیم 38 سال بود، یعنی تا وقتی که تمام آن مردم جنگی از میان اردو تمام شدند، چنانکه خداوند با آنها قسم خورده بود. و دست خداوند نیز بر آنها بود تا که آنها را از میان اردو نیست و نابود کند تا وقتی که تمام شوند. و هنگامی که تمام آن مردم جنگی تمام شده از میان قوم مردند، خداوند به من سخن رانده گفت: تو امروز از پیش حدود موآب از پیش آر عبور می نمایی و به حدود بنی عمون نزدیک می شوی. با آنها عداوت ننما و با آنها جدال نکن، زیرا که از زمین بنی عمون چیزی به تصرف تو نخواهم داد، چون که آن را به تصرف بنی لوط دادم. آن نیز زمین رفائیم حساب می یافت. در آنجا پیشتر رفائیم سکونت داشتند و عمونیان آنها را زمزومیان می خواندند. آنها قوم بزرگ و سرشمار و مثل عناقیان قد بلند بودند و خداوند آنها را از پیششان نیست و نابود کرد و آنها را به در رانده در جایشان مسکن گرفتند. چنانکه او برای بنی عیسو که در سییر سکونت دارند عمل کرد، یعنی حوریان را از پیششان نیست و نابود کرد و آنها را به در راندند و در جایشان تا امروز سکونت دارند. و اویان را که در دیهات تا غزه سکونت داشتند، کفتوریان که از کفتور بیرون آمدند نیست و نابود کرده در جایشان مسکن گرفتند. برخاسته کوچ کنید و از نهر ارنون عبور نمایید. اینک سیحون پادشاه هشبون را که پادشاه اموریان است با زمین وی به دست تو می سپارم. به تصرف آن شروع نموده و ضد او جنگ کن. از امروز اعتباراً ترس و وهم تو را در میان قوم‌های زیر تمام آسمان پهن می کنم، تا که آنها آوازه تو را شنیده در اضطراب افتند و پیش تو به لرزه آیند. و من قاصدان را از بیابان قدیموت با سخنان صلح‌جویانه نزد سیحون پادشاه هشبون فرستادم تا که بگویند: اذن بده که از زمین تو عبور نمایم. فقط با شاهراه خواهم رفت، به طرف راست یا چپ خواب نخواهم خورد. خوراک را به نقره به من بفروش تا که بخورم
و آب را به نقره به من بده تا که بنوشم. فقط با پاهای خود عبور خواهم کرد. چنان که بنی عیسو که در سیر سکونت دارند و موآبیان که در آر سکونت دارند با من رفتار کردند تا دمی که از اردن و زمینی که خداوند خدای پدران ما به ما می دهد عبور نمایم. ولیکن سیحون پادشاه هشبون راضی نشد که برای گذشتن ما از زمین خود راه دهد، زیرا که خداوند خدای تو روح ورا به مروت و دلی ورا سخت گردانید تا که ورا به دست تو بسپارد، چنان که امروز واقع شده است. و خداوند به من گفت: اینک من به آن آغاز می نمایم که سیحون و زمین ورا به دست تو بسپارم. پس به تصرف کردن زمین وی شروع نما. و سیحون با تمام قوم خود و مقابل ما بیرون آمد تا که دریا هست با ما جنگ کند. و خداوند خدای ما ورا به دست ما سپرد و ما ورا با پسرانش و تمام قومش تارمار کردیم و همه شهرهای ورا در آن وقت ضبط نمودیم و مردان و زنان و کودکان هر شهر را نیست و نابود کردیم، هیچ یکی را زنده نگذاشتیم. فقط چارپایان را با غنیمت شهرهایی که ضبط کردیم تاراج نمودیم. از اروئیر که در ساحل نهر ارنون است و شهری که در وادی واقع است تا جلعاد هیچ شهر حصاردار نبود که از ما زورتر باشد. خداوند خدای ما همه را به دست ما سپرد. فقط به زمین بنی امون و تمام ساحل نهر یبوق و شهرهای کوهستان و به هر جایی که خداوند خدای ما منع کرده بود تو نزدیک نشدی. کتاب تکرار شریعت باب 3. غلبه بر اوج پادشاه باشان. و ما تاب خورده به راه باشان برآمدیم و اوج پادشاه باشان با تمام قوم خود به مقابل ما بیرون آمد تا که نزد ادری جنگ کند. و خداوند به من گفت: از وی نترس، زیرا که ورا با تمام قوم وی و زمین وی به دست تو سپردم و تو با وی آنچنان عمل خواهی کرد چنان که با سیحون پادشاه اموریان که در هشبون سکونت داشت عمل کردی. و خداوند خدای ما اوج پادشاه باشان را نیز با تمام قوم وی به دست ما سپرد و ما ورا تارمار کردیم به طوری که از او هیچ یک زنده نماند. و همه شهرهای ورا در آن وقت ضبط نمودیم، هیچ یک شهر حصاردار نبود که از دست آنها نگرفته باشیم. 60 شهر، تمام مضافات ارجوب که این مملکت اوج در باشان بود. همه اینها شهرهای حصاردار بوده، دیوارهای بلند، دروازه ها و غلقه ها داشتند، غیر از شهرهای به حصار که بغایت بسیار بودند. و آنها را نیست و نابود کردیم چنان که با سیحون پادشاه هشبون عمل کرده بودیم. مردان و زنان و کودکان هر شهر را نیست و نابود کردیم. ولی همه چارپایان و غنیمت آن شهرها را برای خود تاراج نمودیم. و ما در آن وقت زمین را از دست 2 پادشاه اموریان که در آن طرف اردن بودند، از نهر ارنون تا کوه هرمون، سیدونیان هرمون را سیریون می خواندند و اموریان آن را سینیر می خوانند. همه شهرهای دشترویه و تمام جلعاد و تمام باشان را تا سلکا و ادری که شهرهای مملکت اوج در باشان بودند گرفتیم. زیرا که فقط اوج پادشاه باشان از رفاییان باقی مانده بود. اینک بستر مرگ او که بستر آهنین است در ربه بنی امون می باشد و بر حسب زیرای آدمی 9 زیرا درازی و 4 زیرا فراهی دارد. و این زمین را در آن وقت تصرف نمودیم. اروئیر که نزد نهر ارنون است و نصف کوهستان جلعاد و شهرهایش را برای اوبینیان و جادیان دادم. و بقیه جلعاد و تمام باشان را که مملکت اوج بود و نصف سبط منشه دادم، یعنی تمام مضافات ارجوب را با تمام آن باشان که زمین رفاییان نام داشت.
یائیر ابن منشه تمام مضافات ارجوب را تا حدود جشوریان و معخاتیان گرفت و آنها را یعنی دهات باشان را به نام خودش دهات یائیر نام نهاد که تا امروز چنین است. و به ماکیر جلعاد را دادم و به ریبوینیان و جادیان از جلعاد تا نهر ارنون یعنی تا میانه نهر که سرحد باشد و تا نهر یبوق که سرحد بنی امون باشد دادم و صحرا را نیز تا اردن که سرحد باشد از کینره تا بحر صحرا که بحر نمک باشد در دامن فسجه به طرف شرق. و در آن وقت به شما امر فرموده گفتم خداوند خدای شما این زمین را به شما داده است تا که آن را تصرف نمایید. پس همه جسوران مسلح گردیده پیشاپیش برادران خود بنی اسرائیل عبور نمایید. فقط زنان شما و کودکان شما و چاروای شما می دانم که شما چاروای زیادی دارید. در شهرهایی که به شما دادم بمانند. تا دمی که خداوند و برادران شما مثل شما آرامی ببخشد و آنها نیز زمینی را که خداوند خدای شما به آنها در آن طرف اردن می دهد تصرف نمایند و آنگاه هر یک از شما به ملک خود که به شما دادم خواهید برگشت. و به یهوشع در آن وقت امر فرموده گفتم هر آنچه را که خداوند خدای شما به این دو پادشاه کرده است چشمان تو دید. پس خداوند به همه مملکت هایی که تو از آنها عبور می نمایی چنین خواهد کرد. از آنها نترسید زیرا که خداوند خدای شما خودش برای شما جنگ می کند. و من در آن وقت سوی خداوند تضرع نموده گفتم خدایا خداوندا تو به نشان دادن کبریای خود و دست قوی خود و بنده‌ات شروع نموده ای. زیرا کدام خداست در آسمان یا در زمین که بیتواند چیزی مثل اعمال و کارنمایی های تو به عمل آورد. لطفاً به من اذن بده که عبور نمایم و زمین نیکوی را که در آن طرف اردن است این کوهستان نیکو و لبنان را ببینم. ولی خداوند از باعث شما به من غضب نموده مرا اجابت نکرد و خداوند به من گفت بس کن در این خصوص دیگر سخن به من نگوی. و قله فسجه برا و چشمانت را به جانب غرب و شمال و جنوب و شرق بلند کن و با چشمانت ببین زیرا که تو از این اردن عبور نخواهی کرد. و به یهوشع امر فرموده او را قوی و دلیر گردان زیرا که او پیشاپیش این قوم عبور نموده زمینی را که تو خواهی دید برای تصرف آنها تقسیم خواهد کرد. و ما در دره رو بروی بیت فور مسکن گرفتیم. کتاب تکرار شریعت باب 4. شریعت سینا به نسل جوان پیشنهاد کرده شد. و الحال ای اسرائیل فرایض و احکامی را بشنوید که بجا آوردن آنها را من به شما تعلیم میدیم تا که شما زنده مانید و رفته زمینی را که خداوند خدای پدرانتان به شما میدهد تصرف نمایید. با آنچه من به شما امر می‌فرمایم چیزی علاوه ننمایید و چیزی از آن کم نکنید بلکه فقط احکام خداوند خدای خود را که من به شما امر می‌فرمایم رعایت نمایید. آنچه را که خداوند در بعل فور کرد چشمان شما دیده است. هر کسی را که پیروی بعل فور بود خداوند خدای شما از میان شما محو نمود. ولی شما که خداوند خدای خود را پیروی نمودید همه اتان امروز زنده هستید. اینک چنان که خداوند خدای من به من امر فرموده است فرایض و احکام را به شما تعلیم دادم تا که شما در زمینی که برای تصرف کردن آن با آن داخل می شوید چنین عمل نمایید. پس آنها را رعایت نموده به عمل آورید زیرا که این حکمت و خرد شما پیش نظر قوم هاست که آنها تمام این فرایض را شنیده خواهند گفت و یقین این خلق بزرگ قوم حکیم و خردمندند. زیرا کدام خلق بزرگی هست که خدایان به وی نزدیک باشند
چنان که خداوند خدای ماست در هر وقتی که ما سوی او میخوانیم؟ و کدام خلق بزرگی هست که فرایض و احکام عادلانه مثل تمام این شریعت داشته باشد که آن را من امروز به شما پیشنهاد میکنم؟ فقط احتیاط شو و جان خود را بغایت احتیاط نما. مبادا چیزهایی را که چشمانت دیده است فراموش کنی و مبادا آنها در تمام ایام عمر تو از دلت دور شود و درباره آنها به پسرانت و به پسران پسرانت معلومات برسان. درباره آن روزی که تو به حضور خداوند خدای خود در حریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت: قوم را نزد من جمع کن و من سخنانم را به آنها بشنوانم تا تعلیم گیرند که در تمام ایامی که آنها در روی زمین زنده باشند باید از من بترسند و پسران خود را تعلیم دهند. و شما نزدیک آمده زیر کوه ایستادید و کوه تا میانه آسمان در آتش می سوخت، در صورتی که از ابر و میغ همه جا تاریک بود. و خداوند به شما از میان آتش سخن راند. صدای سخنان را شما شنیدید ولی صورت ندیدید، فقط صدا بود. و او عهد خود را به شما اعلان نموده به عمل آوردن آن را به شما امر فرمود که آن از 10 احکام عبارت است و آنها را بر 2 لوح سنگین نوشت. و خداوند در آن وقت به من امر فرمود که آن فرایض و احکام را به شما تعلیم دهم تا که در زمینی که برای تصرف کردن آن با آن عبور می نماید آنها را به عمل آورید. پس جانهای خود را بغایت احتیاط کنید، زیرا در روزی که خداوند به شما در حریب از میان آتش سخن راند هیچ صورتی ندیدید. مبادا شما فاسد شده برای خود هیکل صورت هر صنم شکل مرد یا زن بسازید، یا شکل هر چارپایی که در روی زمین است، یا شکل هر پرنده بالداری که زیر آسمان پرواز می کند، یا شکل هر خزنده که در زمین است، یا شکل هر ماهی که در آبهای زیر زمین است. و مبادا چشمانت را سوی آسمان بلند کنی و آفتاب و ماه و ستارگان را، یعنی تمام لشکر آسمان را دیده فریفته شوی و به آنها سجده برده آنها را عبادت نمایی و حال آنکه آنها را خداوند خدای تو نصیبه همه قوم‌هایی که زیر تمام آسمانند گردانیده است. ولیکن شما را خداوند گرفته از کوره آهنین یعنی از مصر بیرون آورد تا که برای او قوم میراث باشید چنان که امروز هستید. و خداوند از باعث شما به من غضب نموده قسم خورد که من از اردن عبور نکنم و به زمین نیکویی که خداوند خدای تو به تو برای تصرف کردن می دهد داخل نشوم. زیرا که من در این زمین خواهم مرد، از اردن عبور نخواهم کرد، ولی شما عبور نموده آن زمین نیکو را تصرف خواهید کرد. پس احتیاط شوید. مبادا عهد خداوند خدای خود را که با شما بسته است فراموش کرده هیکل صورت هر چیزی برای خود بسازید که نساختن آن را خداوند خدای تو به تو امر فرموده است. زیرا که خداوند خدای تو آتش سوزنده است، خدای رشکناک است. وقتی که شما پسران و پسران پسران را به دنیا آورده مدت زیادی در این زمین سکونت نمایید و فاسد شده هیکل صورت هر چیزی بسازید و آنچه در نظر خداوند خدای شما بد است به عمل آورید تا که او را به خشم آورید، من امروز بر شما آسمان و زمین را به شاهدی دعوت می نمایم که شما از زمینی که برای تصرف کردن آن از اردن عبور می نمایید به زودی محو خواهید شد. ایام زیادی بر آن اقامت نخواهید کرد، بلکه نیست و نابود خواهید شد. و خداوند شما را در میان قومها پراکنده خواهد کرد و شما در میان خلقهایی که خداوند شما را به آنجا میبرد کم شمار خواهید ماند. و در آنجا خدایانی را که با دست آدمی زاد از چوب و سنگ ساخته شدند
عبادت خواهید کرد که آنها نمی بینند و نمی شنوند و نمی خورند و بوی نمی کنند. و چون از آنجا خداوند خدای خود را جویا شوی، او را خواهی یافت اگر او را با تمام دل خود و با تمام جان خود بجویی. وقتی که به تنگی افتی و تمام این حادثات به سرت آید، در آخر ایام سوی خداوند خدای خود برگشته با آواز او گوش خواهی داد. زیرا که خداوند خدای تو خدای رحیم است. او تو را ترک نخواهد کرد و تو را به هلاکت نخواهد رسانید و عهد پدرانت را که به آنها قسم خورده است فراموش نخواهد کرد. زیرا درباره ایام پیشینه که پیش از تو مرور نموده است، از روزی که خدا آدم را بر زمین آفرید، از یک کنار آسمان تا کنار دیگر آسمان، بپرس که آیا مثل این کاری بزرگ به وقوع آمده است یا مثل این شنیده شده است؟ آیا قوم آواز خدا را که از میان آتش سخن رانده باشد شنیده است و زنده مانده است چنان که تو شنیده ای؟ آیا خدای کوشیده است که آمده خلقی را از میان خلق با آزمایش ها، علامت ها و معجزه ها و جنگ و دستی قوی و بازوی طولانی و دهشت های عظیم برای خود بگیرد، مثل هر آنچه خداوند خدای شما برای شما در مصر پیش نظر شما به عمل آورد؟ این چیزها بر تو ظاهر شد تا بدانی که خداوند خداست و غیر از او دیگری نیست. از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا که تو را ادب آموزد و بر زمین آتش بزرگ خود را به تو نشان داد و سخن او را تو از میان آتش شنیدی. و از بس که او پدران تو را دوست داشته نسل آنها را بعد از آنها برگزید، خودش تو را با قوه بزرگ خود از مصر بیرون آورد تا که خلقهای از تو بزرگتر و عظیمتر را از پیش تو بدر راند و تو را داخل کرده زمین آنها را به تو همچون ملک بدهد، چنان که امروز واقع شده است. پس امروز بدان و در دل خود جایگیر کن که خداوند خداست در آسمان از بالا و بر زمین از پایان و دیگر نیست. و فرایض و احکام او را که من امروز به تو امر می فرمایم رعایت نما، تا که برای تو و برای پسرانت بعد از تو نیکو باشد و تو در زمینی که خداوند خدایت به تو به صورت ابدی می دهد عمر گذرانی. درباره 3 شهر گریزگاه. آنگاه موسی 3 شهر را در آن طرف اردن در جانب شرقی آفتاب برا جدا کرد تا قاتلی که یار خود را ندانسته کشته باشد، در صورتی که پیشتر با وی عداوت نداشته باشد، با آنجا بگریزد، یعنی به یکی از این شهرها گریخته زنده بماند. با سر در بیابان در کشوری دشترویه برای رئوبینیان و رامود در جلعاد برای جادیان و جولان در باشان برای منشیان. و این از شریعتی که موسی به بنی اسرائیل پیشنهاد کرد. این از شهادات و فرایض و احکامی که موسی به بنی اسرائیل گفت وقتی که آنها از مصر بیرون آمدند. در آن طرف اردن در دره رو بر روی بیت فور در زمین سیحون پادشاه اموریان که در هشبون سکونت داشت، و موسی و بنی اسرائیل وقتی که از مصر بیرون آمدند و را تارومار کردند. و زمین وی و زمین اوج پادشاه باشان را، این 2 پادشاه اموریان را که در آن طرف اردن در جانب شرقی آفتاب برا بودند تصرف کردند. از اروئیر که در ساحل نهر ارنون است تا کوه سیان که هرمون باشد، و تمام صحرای آن طرف اردن در جانب شرقی تا بحر بیابان که در دامن فسجه است. کتاب تکرار شریعت باب 5. تکرار 10 احکام. و موسی تمام اسرائیل را خوانده به آنها گفت: ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من امروز به سمع شما می رسانم بشنوید و آنها را بیاموزید و سعی و کوشش نمایید که آنها را بجا آورید.
خداوند خدای ما با ما در حریب عهد بست. نه با پدران ما خداوند این عهد را بست، بلکه با ما که در اینجا امروز همه‌مان زنده هستیم. خداوند با شما در کوه روبرو از میان آتش سخن راند. در صورتی که من در آن وقت در میان خداوند و شما ایستاده بودم تا که کلام خداوند را به شما بیان نمایم، زیرا که شما از آتش ترسیده به بالای کوه نبرآمدید و گفت: من خداوند خدای تو هستم که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر جز من نباید باشد. صنم هر صورت از آنچه در آسمان از بالاست و از آنچه در زمین از پایان است و از آنچه در آب از زیر زمین است برای خود نساز. و آنها سجده نبر و آنها را عبادت نکن، زیرا که من خداوند خدای تو هستم. خدای رشکناکی هستم که برای گناه پدران از پسران تا نسل سیوم و چهارم از آنهایی که از من نفرت داشته باشند انتقام میگیرم و تا هزاران نسل به آنهایی که مرا دوست می‌دارند و احکام مرا به جا می‌آورند مرحمت میکنم. اسم خداوند خدای خود را بیهوده به زبان نگیر، زیرا که خداوند کسی را که اسم او را بیهوده به زبان میگیرد به جزا نخواهد گذاشت. روز شنبه را نگاه دار تا که آن را تقدیس نمایی، چنان که خداوند خدایت به تو امر فرموده است. 6 روز کار کن و هر عملت را به جا آور. ولی روز هفتم شنبه خداوند خدای توست. در آن هیچ کار نکن. خودت و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و گاوت و خرت و تمام چارپایت و غریبت که اندرون شهر توست، تا که غلامت و کنیزت مثل تو آرام گیرند. و در خاطر نگاه دار که تو در زمین مصر غلام بودی و تو را خداوند خدای تو از آنجا با دست قوی و بازوی طولانی بیرون آورد. بنابراین خداوند خدایت به تو امر فرموده است که روز شنبه را به جا آوری. پدر خود و مادر خود را عزت نما، چنان که خداوند خدایت به تو امر فرموده است، تا که عمر تو دراز شود و در زمینی که خداوند خدایت به تو می‌دهد برای تو نیکو باشد. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، در حق یار خود شهادت دروغ نده، زن یار خود را طمع نکن و خانه یارت، کشزارش و غلامش و کنیزش، گاوش و خرش و هر چیزی را که از آن یارت باشد طمع نکن. این سخنان را خداوند به تمام جماعت شما در کوه از میان آتش، ابر و میغ با آوازی بلند گفت و چیزی علاوه ننمود و آنها را بر 2 لوح سنگین نوشته به من داد. و هنگامی که شما آن آواز را از میان تاریکی شنیدید، در صورتی که کوه در آتش می سوخت، شما یعنی همه سرداران سبطهای شما و پیران شما به من نزدیک آمدید و گفتید: اینک خداوند خدای ما جلال و کبریای خود را به ما نشان داد و آواز او را ما از میان آتش شنیدیم. امروز ما دیدیم که خدا به آدم سخن میراند و وی زنده مانده است. ولی الحال چرا بمیریم؟ زیرا که این آتش بزرگ ما را خواهد سوزانید. اگر ما باز آواز خداوند خدای خود را بشنویم، خواهیم مرد. زیرا کیست از تمام بشر که آواز خدای حی را که از میان آتش سخن رانده است مثل ما بشنود و زنده بماند؟ تو نزدیک شده هر آنچه خداوند خدای ما بگوید بشنو و تو هر آنچه را که خداوند خدای ما به تو بگوید به ما بیان نما و ما شنیده به عمل خواهیم آورد. و خداوند سخنان شما را که به من گفتید شنید. و خداوند به من گفت: سخنان این قوم را که به تو گفتند شنیدم. هر آنچه آنها گفتند درست است. کاش که دل آنها چنین می بود که از من ترسیده تمام احکام مرا تمام ایام رعایت می کردند، تا که برای آنها و برای پسران آنها به صورت ابدی نیکو باشد. رفته با آنها بگو:
و خیمه های خود برگردید و تو در اینجا نزد من بمان و من تمام احکام و فرایض و دستورات را که باید به آنها تعلیم دهی و تو خواهم گفت تا که آنها در زمینی که من برای تصرف کردن با آنها میدهم به عمل آورند. پس سعی و کوشش نموده آنچنان که خداوند خدای شما به شما امر فرموده است به عمل آورید، به طرف راست یا چپ میل نکنید. با تمام راهی که خداوند خدای شما به شما امر فرموده است روانه شوید تا که زنده بمانید و برای شما نیکو باشد و عمر شما در زمینی که تصرف می نمایید دراز شود. کتاب تکرار شریعت باب 6 شرح احکام. و این است احکام، فرایض و دستوراتی که خداوند خدای شما امر فرمود که به شما تعلیم دهم تا آنها را در زمینی که برای تصرف کردن آن به آنجا عبور می نمایید به عمل آورید، تا که از خداوند خدای خود ترسیده تمامی فرایض و احکام او را که من به تو امر می فرمایم رعایت نمایی، تو و پسرت و پسری پسرت در تمام ایام عمرت تا که ایام تو دراز شود. پس ای اسرائیل، بشنو و سعی و کوشش نما که آنها را به عمل آوری تا که برای تو نیکو باشد و شما بسیار افزون شوید در زمینی که شیر و عسل در آن جاری است، چنان که خداوند خدای پدرانت به تو گفته است. احکام بزرگ. بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خدای یگانه است و تو خداوند خدای خود را با تمام دل خود و با تمام جان خود و با تمام قوت خود دوست بدار. آگاهی ها. و این سخنان که من امروز به تو امر می فرمایم بگذار بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت تلقین بکن و هنگام نشستنت در خانه خود و هنگام راه رفتنت، خوابیدنت و برخاستنت درباره آنها گفتگو نما و آنها را همچون علامت بر دست خود ببند و آنها همچون نشانت در میان چشمانت باشد و آنها را بر پهلودری های خانه خود و بر دروازه های خود بنویس. و هنگامی که خداوند خدایت تو را به زمین درآورد که به پدرانت و ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده است که آن را به تو بدهد، با شهرهای بزرگ و خوبی که تو بنا نکرده ای و با خانه های پر از هر نعمت که تو پر نکرده ای و با حوضهای در سنگ کنده شده که تو نکنده ای و با تاکها و درختان زیتون که تو نشینانده ای و تو از میوه آنها خورده سیر خواهی شد. آنگاه احتیاط باش مبادا خداوند را که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آورد فراموش کنی. از خداوند خدای خود بترس و او را عبادت نما و به اسم او قسم بخور. خدایان دیگر را از خدایان قوم‌هایی که در گرد و پیش شما می باشند پیروی نکنید. زیرا خداوند خدای تو که در میان توست خدای رشکناک است. مبادا غضب خداوند خدایت بر تو علنگه زند و او تو را از روی زمین محو کند. خداوند خدای خود را نآزمایید چنان که در مسا آزمودید. احکام خداوند خدای خود را و شهادات و فرایض او را که به شما امر فرموده است با احتیاط رعایت نمایید و آنچه در نظر خداوند درست و نیکوست به عمل آور تا که برای تو نیکو باشد و تو آمده آن زمین نیکو را که خداوند درباره آن به پدرانت قسم خورده است تصرف نمایی و همه دشمنانت از پیش تو به زودی به در رانده شوند چنان که خداوند گفته است. و هنگامی که پسرت در آینده از تو پرسیده گوید آن شهادات و فرایض و احکامی که خداوند خدای ما به شما امر فرموده است چی معنا دارد؟ پس به پسرت بگو ما در مصر غلامان فرعون بودیم و خداوند ما را از مصر با دست قوی بیرون آورد و خداوند علامات و معجزات عظیم و مهلک بر مصر، بر فرعون و تمام اهل بیت وی
در پیش نظر ما ظاهر ساخت و ما را از آنجا بیرون آورد تا که ما را آورده زمینی را که درباره آن به پدران ما قسم خورده است به ما بدهد. و خداوند به ما امر فرمود که تمام این فرایض را به عمل آورده از خداوند خدای خود بترسیم تا که تمام ایام برای ما نیکو باشد و او ما را زنده نگاه دارد چنان که امروز واقع شده است. و این برای ما عدالت حساب خواهد یافت اگر سعی و کوشش نماییم که تمام این احکام را به حضور خداوند خدای خود به عمل آوریم چنان که او به ما امر فرموده است. کتاب تکرار شریعت باب 7. منع کردن دوستی با بت پرستان. هنگامی که خداوند خدایت تو را به زمینی که برای تصرف کردن آن با آنجا می روی در آورد و خلقهای بسیار را یعنی هیتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و هیویان و یبوسیان را که 7 خلق از تو سرشمارتر و پرزورترند از پیش تو به در راند و آنها را خداوند خدایت به دست تو بسپارد و تو آنها را ضربه زنی. آنگاه آنها را تماما تار و مار نما، با آنها عهد نبند و با آنها رحم نکن و با آنها قضا و انده نشو. دخترت را به پسر آنها نده و دختر آنها را برای پسرت نگیر، زیرا که آنها پسرت را از من دور خواهند کرد تا که خدایان دیگر را عبادت نماید و آنگاه غضب خداوند بر شما علنگه زده شما را به زودی محو خواهد کرد. بلکه با آنها چنین عمل نما: قربانگاه های آنها را خراب کنید و ستون های آنها را بشکنید و عشیره های آنها را بریده پرتایید و صنم های آنها را در آتش بسوزانید. زیرا که تو برای خداوند خدای خود قوم مقدس هستی. خداوند خدایت تو را برگزیده است تا از میان همه قوم هایی که در روی زمین هستند قوم خجسته برای او باشی. نه از آن سبب خداوند به شما دل بسته است و شما را برگزیده است که شما از همه قوم ها سرشمارتر باشید، زیرا که شما از همه قوم ها کم شمارتر بودید، بلکه از آن سبب که خداوند شما را دوست می داشت و از آن سبب که می خواست قسمی را که به پدران شما خورده بود رعایت نماید. خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد و تو را از خانه غلامی از دست فرعون پادشاه مصر رها کرد. پس بدان که خداوند خدای تو خداست، خدای امین است که عهد و مرحمت خود را با آنهایی که او را دوست می دارند و احکامش را رعایت می نمایند تا 1000 نسل نگاه می دارد. و آنهایی را که به او عداوت دارند شخصاً سزا داده به هلاکت می رساند و دادن مکافات کسی که به او عداوت دارد درنگ نمی کند. سزای او را شخصاً می دهد. پس احکام و فرایض و دستورات را که به عمل آوردن آنها را امروز به تو امر می فرمایم رعایت نما. وعده غلبه: و اگر به این دستورات گوش اندازید و آنها را رعایت نموده به عمل آورید، خداوند خدای تو عهد و مرحمتی را که درباره آن به پدرانت قسم خورده است برای تو نگاه خواهد داشت و تو را دوست داشته برکت خواهد داد و افزون خواهد کرد و میوه بطن تو و حاصل زمین تو را، غله تو و شیره انگور تو و روغن زیتون تو را، زایش گاوان تو و افزایش گوسفندان تو را بر زمینی که درباره آن به پدرانت قسم خورده است که به تو بدهد برکت خواهد داد. تو بیشتر از همه قوم ها با برکات خواهی بود. در میان شما و در میان چاروای شما نر یا ماده بی نسل نخواهد بود و خداوند هر بیماری را از تو دور خواهد کرد و هیچ یک از دردهای سخت مصر را که تو میدانی به سر تو نخواهد آورد، بلکه به سر همه بدخواهان تو خواهد آورد.
و تو همه قوم‌های را که خداوند به دستت می سپارد نیست و نابود خواهی کرد. بگذار چشم تو به آنها رحم نکند و خدایان آنها را عبادت ننما، زیرا که این برای تو دام است. مبادا در دل خود بگویی این خلقها از من سرشمارترند. چگونه من می توانم آنها را بدر رانم؟ از آنها نترس. آنچه را که خداوند خدای تو به فرعون و به تمام مصر کرد نغز در خاطر نگاه دار. یعنی آزمایش های بزرگ را که چشمانت دیده است و علامات و معجزات و دستی قوی و بازوی طولانی را که خداوند خدای تو به واسطه آنها تو را بیرون آورد. خداوند خدای تو به همه قوم هایی که تو از آنها می ترسی چنین خواهد کرد. و زنبور علا را نیز خداوند خدای تو بر آنها خواهد فرستاد تا که باقی ماندگان و پنهان شدگان آنها از پیش تو محو شوند. از آنها هراسان نشو، زیرا خداوند خدای تو که در میان توست خدای بزرگ و سهمگین است. و خداوند خدای تو این قوم ها را از پیش تو کم کم بدر خواهد راند. تو آنها را نمی توانی به زودی محو نمایی. مبادا درندگان صحرا بر تو افزون شوند. و خداوند خدای تو آنها را به دست تو خواهد سپرد و آنها را به اضطراب عظیم خواهد افکند به طوری که نیست و نابود خواهند شد. و پادشاهان آنها را به دست تو خواهد سپرد و تو نام آنها را از زیر آسمان نیست خواهی کرد. کسی پیش تو ایستادگی نخواهد کرد تا دمی که آنها را محو نمایی. هیکل‌های خدایان آنها را در آتش بسوزانید. نقره و طلایی را که بر آنهاست طمع نکن تا که برای خود بگیری، مبادا به دام آن گرفتار شوی، زیرا که آن برای خداوند خدای تو زشت است. و چیزی زشت را به خانه خود داخل نکن تا که مثل آن به هلاکت نرسی. از آن نفرت نما و خود را از آن کنار گیر، زیرا که آن سزاوار هلاکت است. کتاب تکرار شریعت باب 8. آگاهی ها. خداوند به سپاسگزاری دعوت می نماید. تمام احکامی را که من امروز به شما امر می فرمایم سعی و کوشش نموده به عمل آورید تا که زنده مانده افزون شوید و آمده زمینی را که خداوند درباره آن و پدرانتان قسم خورده است تصرف نمایید. و در خاطر نگاه دار تمام راهی را که خداوند خدای تو این 40 سال تو را با آن در بیابان برد تا که تو را اذیت داده بیازماید و آنچه را که در دل توست بداند که آیا احکام او را رعایت خواهی کرد یا نه. و او تو را اذیت داد و تو را گرسنه مانانید و تو را من خورانید که نه تو آن را می دانستی و نه پدرانت می دانستند، تا به تو بفهماند که آدمیزاد نه تنها با نان زندگی می کند، بلکه با هر کلمه‌ای که از دهان خداوند برآید آدمیزاد زندگی می کند. در دوام این 40 سال لباس تو بر تنت جغده جغده نشد و پای تو نه آماسید. پس اندر دل خود درک نما که چنان که پدر پسر خود را تعذیب می کند، خداوند خدای تو آنچنان تو را تعذیب کرد. پس تو احکام خداوند خدای خود را رعایت بکن تا که با راه‌های او روانه شوی و از او بترسی. زیرا که خداوند خدایت تو را به زمین نیکو میبرد، به زمین پر از نهرهای آب، چشمه ها و جویها که در وادی ها و کوه ها جاری می شوند. به زمین پر از گندم و جو و انگور و انجیر و انار، به زمین پر از روغن زیتون و عسل. به زمینی که در آن به تنقیسی نان نخواهی خورد و در آن به هیچ چیز محتاج نخواهی بود. به زمینی که سنگهایش آهن است و از کوههایش مس خواهی کند. و هنگامی که خورده سیر شوی، خداوند خدای خود را برای زمین نیکویی که به تو داده است مبارک بخوان. احتیاط باش، مبادا خدای خود را فراموش کرده
احکام و دستورات و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم رعایت ننمایی. مبادا خورده سیر شوی و خانه های نیکو بینا کرده در آنها ساکن شوی و گاوان و گوسفندان تو افزون شود و نقره و طلای تو زیاد شود و هر دارایی تو زیاد شود و دل تو مغرور شده خداوند خدای خود را فراموش کنی که او تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آورد و تو را از بیابان بزرگ و سهمگین پر از مار، اژدها و کژدم از جایهای خشک بی آب گذرانید و برای تو از سنگ خارا آب برآورد و تو را در بیابان من خورانید که پدرانت آن را نمی دانستند تا که تو را اذیت داده بیازماید و عاقبت بر تو مرحمت نماید. و در آن صورت تو در دل خود بگویی قوتم و قدرت دستم این ثروت را برای من پیدا کرده است و حالا آنکه تو باید خداوند خدای خود را در خاطر نگاه داری که او به تو قوت پیدا کردن ثروت را می دهد تا عهدی را که درباره آن به پدرانت قسم خورده است به جا آورد چنان که امروز واقع شده است. ولیکن اگر تو خداوند خدای خود را فراموش کنی و پیرو خدایان دیگر گردیده آنها را عبادت نمایی و به آنها سجده بری، امروز به شما شهادت می دهم که البته نیست و نابود خواهید شد. مثل خلقهایی که خداوند آنها را از پیش شما محو می کند، شما نیز محو خواهید شد از باعث آن که به آواز خداوند گوش نه انداختید. کتاب شریعت باب 9. خداوند به فروتنی دعوت می نماید. بشنوی اسرائیل، تو امروز از اردن عبور می کنی تا که آمده خلقهای را که از تو بزرگتر و پرزورترند، شهرهای بزرگ را که حصارهایش سر به فلک کشیده است تصرف نمایی. یعنی قوم بزرگ و قد بلند، بنی عناق را که درباره آنها تو میدانی و شنیده ای که گفتند کیست که پیش بنی عناق بتواند ایستادگی نماید؟ پس امروز بدان که خداوند خدای تو پیشا پیش تو مثل آتش سوزنده عبور می نماید. او آنها را نیست و نابود خواهد کرد و او آنها را پیش تو مغلوب خواهد ساخت و تو آنها را به زودی به در رانده محو خواهی کرد چنان که خداوند به تو گفته است. هنگامی که خداوند خدای تو آنها را از پیش تو به در راند، تو در دل خود نگویی که به سبب عدالت من خداوند مرا آورد تا که این زمین را تصرف نمایم. و حالا آنکه از باعث شرارت آن خلقها خداوند آنها را از پیش تو به در می راند. نه از باعث عدالت خود و راستی دل خود تو می روی تا که زمین آنها را تصرف نمایی، بلکه به سبب شرارت این خلقها خداوند خدای تو آنها را از پیش تو به در می راند تا قولی را که خداوند به پدرانت به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده قسم خورده است به جا آورد. پس بدان که نه از باعث عدالت تو خداوند خدای تو این زمین نیکو را به تو می دهد تا که آن را تصرف نمایی، زیرا که تو قوم گردنکش هستی. در خاطر نگاه دار و فراموش نکن که چگونه تو خداوند خدای خود را در بیابان به خشم آوردی از روزی که شما از زمین مصر بیرون آمدید تا دمی که به این مکان رسیدید. شما به خداوند مقابلت کردید و نزد حوریب شما خداوند را به خشم آوردید و خداوند به شما غضب نموده می‌خواست شما را نیست و نابود کند. هنگامی که من به کوه برآمدم تا که الواح سنگ، یعنی الواح عهدی را که خداوند با شما بسته بود بگیرم و در کوه 40 روز و 40 شب ایستاده نان نخوردم و آب ننوشیدم. و خداوند 2 لوح سنگ را که با انگشت خدا نوشته شده بود به من داد و بر آنها همه سخنانی بود که خداوند در کوه از میان آتش در روز جمع آمد به شما گفته بود.
و چنین واقع شد که در انجام 40 روز و 40 شب خداوند 2 لوح سنگ یعنی الواح عهد را به من داد و خداوند به من گفت برخاسته زود از اینجا فرود آی، زیرا قوم تو که آنها را از مصر بیرون آوردی پاسید شدند. از راهی که به آنها امر فرمودم زود دور شده بتی ریخته برای خود ساختند. و خداوند به من سخن رانده گفت این قوم را من دیدم و اینک آنها قومی گردنکش هستند. مرا بگذار تا که آنها را نیست و نابود کرده نامشان را از زیر آسمان محو نمایم و تو را خلقی گردانم که از آنها پرزورتر و سرشمارتر باشد. و من تاب خورده از کوه فرود آمدم در صورتی که کوه در آتش می سوخت و 2 لوح عهد در 2 دستم بود. و دیدم که اینک شما پیش خداوند خدای خود گناهکار گردیده اید. گوساله ریخته برای خود ساخته از راهی که خداوند به شما امر فرموده بود زود دور شده اید. و من 2 لوح را گرفتم و آنها را از 2 دست خود پرتافته پیش نظر شما شکستم. و به حضور خداوند مثل اوله بر روی خود افتادم. 40 روز و 40 شب نان نخوردم و آب ننوشیدم از باعث همه گناهایی که شما کرده آنچه در نظر خداوند بد است به عمل آوردید تا که او را به خشم آورید. زیرا که من از خشم و غضب خداوند که بر شما علنگه زده بود تا که شما را محو سازد ترسیدم و خداوند همین دفعه هم مرا اجابت نمود. و خداوند بر هارون بغایت غضب نموده بود تا که او را محو سازد، ولی من برای هارون نیز آن وقت دعا گفتم. و گناه شما یعنی گوساله را که ساخته بودید من گرفتم و آن را در آتش سوزانیدم و آن را پاره پاره کرده درستکک ساییدم تا به درجه که مثل غبار گرد شد و غبار آن را به نهری که از کوه جاری بود پرتافتم. و در تعبیره مسا و قبروت حتی اوا شما خداوند را به خشم آوردید. و هنگامی که خداوند شما را از قادش برنیه فرستاده گفت رفته زمینی را که به شما میدهم تصرف نمایید، شما به امر خداوند خدای خود مقابلت کردید و به او ایمان نآوردید و به آواز او گوش نانداختید. از روزی که من شما را شناختم شما به خداوند بی اطاعتی می کردید و من به حضور خداوند بر روی خود افتادم در آن 40 روز و 40 شب که افتاده بودم، زیرا که خداوند می خواست شما را محو سازد. و سوی خداوند دعا خوانده گفتم خدایا خداوندا، قوم خود و میراث خود را که با کبریای خود رهایی کرده ای و با دستی قوی از مصر بیرون آورده ای به هلاکت نرسان. بندگان خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد آور و گردنکشی این قوم به شرارت و گناه آنها نظر نکن. مبادا ساکنان زمینی که ما را از آنجا بیرون آوردی بگویند از بس که خداوند نتوانست آنها را به زمینی که به آنها وعده داده بود داخل کند و از بس که او از آنها نفرت داشت بنابراین آنها را بیرون آورد تا که در بیابان آنها را به هلاکت رساند. و حال آنکه آنها قوم تو و میراث تو هستند که آنها را با قوت بزرگ خود و با بازوی طولانی خود بیرون آورده ای. کتاب تکرار شریعت باب 10. خداوند مختونی دل را طلب می کند. در آن وقت خداوند به من گفت 2 لوح سنگ مثل اوله برای خود بتراش و نزد من به کوه برآ و صندوق از چوب برای خود بساز. و من بر این الواح سخنانی را که بر الواح اوله شکسته تو بود خواهم نوشت و تو آنها را در صندوق بمان. و من صندوق از چوب عقاقیا ساختم و 2 لوح سنگ مثل اوله تراشیدم و به کوه برآمدم و آن 2 لوح در دستم بود. و او بر الواح مثل کتابت اوله
10 احکامی را که خداوند به شما در کوه از میان آتش در روز جمع آمد گفته بود نوشت و خداوند آنها را به من داد. و من تاب خورده از کوه فرود آمدم و الواح را در صندوقی که ساخته بودم گذاشتم و آنها در آنجا می باشد چنان که خداوند به من امر فرموده بود. و بنی اسرائیل از بی‌عروت بنی یعقان و موسیره کوچ کردند. در آنجا هارون مرد و در آنجا دفن کرده شد و پسرش العازار به جای او سرکاهین گردید. از آنجا به جودجود کوچ کردند و از جودجود به یاتوات که زمین است پر از چشمه های آب. در آن وقت خداوند سبط لیوی را جدا کرد تا که صندوق عهد خداوند را بردارند و حضور خداوند ایستاده خدمت او را به جا آورند و به اسم او برکت دهند تا که امروز چنین است. بنابراین لیوی در میان برادران خود حصه و میراث ندارد. خداوند خودش میراث وی است چنان که خداوند خدای تو به وی گفته است. و من در کوه مثل ایام اوله 40 روز و 40 شب ایستادم و خداوند این دفعه نیز مرا اجابت نمود و خداوند نخواست تو را به هلاکت رساند. و خداوند به من گفت برخاسته پیشاپیش قوم روانه شو، بگذار آنها رفته زمینی را که درباره آن به پدرانشان قسم خوردم که به آنها بدهم تصرف نمایند. و الحال ای اسرائیل، خداوند خدایت از تو چی طلب دارد؟ طلبش فقط این است که از خداوند خدای خود بترسی، با همه راه های او روانه شوی و او را دوست بداری و خداوند خدای خود را با تمام دل خود و با تمام جان خود عبادت نمایی و احکام خداوند و فرائض او را که من امروز به تو برای منفعت تو امر می فرمایم رعایت کنی. اینک آسمان و فلک الافلاک از آن خداوند خدای توست و زمین و هر آنچه در آن است. اما فقط به پدران تو خداوند توجه نموده، آنها را دوست داشت و نسل آنها یعنی شما را بعد از آنها از همه قومها برگزید چنان که امروز واقع شده است. پس شما غلافک دل خود را مختون سازید و من بعد گردن کشی نکنید، زیرا که خداوند خدای شما خدای خدایان و خداوند خداوندان است، خدای بزرگ جبار و سهمگین است که روبینی نمی کند و رشوه نمی گیرد. به یتیم و بیوه دادرسی می نماید و غریب را دوست داشته به وی خوراک و پوشاک می دهد. پس غریب را دوست بدار، زیرا که شما در زمین مصر غریب بودید. از خداوند خدای خود بترس، او را عبادت نما و به او بچسب و به اسم او قسم بخور. او افتخار توست و او خدای توست که برای تو این کارهای بزرگ و عجایب را که چشمانت دیده است به جا آورد. پدران تو با 70 نفر به مصر آمده بودند و الحال خداوند خدایت تو را مثل ستارگان آسمان سرشمار گردانیده است. کتاب تکرار شریعت باب 11. توجه به اطاعتگران، لعنت به بی اطاعتان. پس خداوند خدای خود را دوست بدار و فرمان او و فرایض او و دستورات او و احکام او را تمام ایام رعایت نما. و امروز بدانید، زیرا که نه با پسران شما سخن میرانم که تعذیب خداوند خدای شما را ندانستند و ندیدند، یعنی کبریای او و دست قوی او و بازوی طولانی او را و علامات و اعمال او را که اندرون مصر به فرعون پادشاه مصر و به تمام زمین وی ظاهر ساخت و آنچه را که او به لشکر مصریان به اسبها و عرابه های آنها کرد، یعنی آبهای بحر قلزم را بر آنها جاری نمود وقتی که شما را تعقیب می کردند و خداوند آنها را تا امروز به هلاکت رسانید. و آنچه را که او در بیابان برای شما به عمل آورد تا دمی که به این مکان رسیدید.
و آنچه را که او با داتان و ابیرام پسران الیآب ابن ریوبن کرد، یعنی زمین دهان خود را گشاده، آنها و اهل بیت آنها و خیمه های آنها و تمام دارایی آنها را که نزدشان بود، در میان تمام اسرائیل فرو برد. بلکه با شما سخن میرانم که چشمانتان تمام اعمال بزرگ خداوند را که کرده بود دیده است. پس تمام احکامی را که من امروز به شما امر می فرمایم رعایت نمایید، تا که قوی شوید و رفته زمینی را که برای تصرف کردن آن با آنجا عبور می نماید تصرف کنید. و در آن زمین که خداوند به پدرانتان قسم خورده بود که آن را به آنها و به نسل آنها بدهد، زمینی که شیر و عسل در آن جاری است، شما عمری دراز داشته باشید. زیرا زمینی که تو برای تصرف کردن آن به آنجا می روی، و زمین مصر که از آنجا بیرون آمدی مانند نیست که تخمی خود را کاشته آن را مثل پالیز با پای خود آب می دادی. ولی زمینی که شما برای تصرف کردن آن به آنجا عبور می نماید، زمین کوه‌ها و وادی هاست که از بارش های آسمان آب می خورد. زمین است که خداوند خدای تو به آن غمخواری می نماید. چشمان خداوند خدای تو همیشه از اول سال تا آخر سال بر آن است. و چنین واقع خواهد شد که اگر به احکام من که امروز من به شما امر می فرمایم گوش اندازید، تا که خداوند خدای خود را دوست بدارید و با تمام دل خود و با تمام جان خود او را عبادت نمایید. در آن صورت باران زمین شما را، باران اولین و آخرین را در سر وقت خواهم داد و تو غله خود و شیره انگور خود و روغن زیتون خود را جمع خواهی کرد. و در صحرای تو برای چاروایت علف خواهم داد و تو خورده سیر خواهی شد. احتیاط باشید، مبادا دلتان فریفته شود و شما گمراه گردیده خدایان دیگر را عبادت نمایید و به آنها سجده برید. و خشم خداوند بر شما علنگه زند و او آسمان را بندد و باران نبارد و زمین حاصل خود را ندهد و شما از زمین نیکویی که خداوند به شما می دهد به زودی محو شوید. پس این سخنان مرا در دل خود و در جان خود جا دهید و آنها را همچون علامت بر دست خود ببندید و آنها همچون نشانه در میان چشمان شما باشد. و آنها را به پسران خود تعلیم دهید و هنگام نشستنتان در خانه خود و هنگام راه رفتنتان، خوابیدنتان و برخاستنتان درباره آنها گفتگو نمایید و آنها را بر پهلودری های خانه خود و بر دروازه های خود بنویسید، تا که ایام شما و ایام پسران شما در زمینی که خداوند درباره آن به پدرانتان قسم خورده بود که به آنها بدهد، آن چنان افزون شود چنان که ایام آسمان بر بالای زمین است. زیرا اگر تمام این احکام را که به جا آوردنش را من به شما امر می فرمایم درست رعایت نمایید، تا که خداوند خدای خود را دوست بدارید، با راه های او روانه شوید و به او بچسبید، در آن صورت خداوند همه این خلقها را از پیش شما به در خواهد راند و شما خلقهای را که از شما بزرگتر و پرزورترند مغلوب خواهید کرد. هر جایی که کف پای شما بر آن گذاشته شود از آن شما خواهد بود. از بیابان و لبنان، از نهر یعنی نهر فرات تا بحر غربی حدود شما خواهد بود. هیچ کس پیش شما یارای ایستادگی نخواهد داشت. ترس و واهمه شما را خداوند خدای شما در روی تمام زمینی که در آن قدم گذار شوید پهن خواهد کرد، چنان که او به شما گفته است. اینک من امروز به شما برکت و لعنت را پیشنهاد می کنم. برکت را اگر شما به احکام خداوند خدای خود که من امروز به شما امر می فرمایم گوش اندازید. ولی لعنت را اگر شما به احکام خداوند خدای خود گوش نکنید و از راهی که من امروز به شما امر می فرمایم دور شده
خدایان دیگر را که نمی شناسید پیروی نماید. و هنگامی که خداوند خدایت تو را به زمینی که برای تصرف کردن آن می روی داخل نماید، تو برکت را بر کوه جریزیم به زبان خواهی راند و لعنت را بر کوه ایبال. این کوه ها آخر در آن طرف اردن واقع است، از قفای راه غروب آفتاب در زمین کنعانیانی که در صحرا ساکنند، در رو بروی جلجال نزد بلوتزار موره. زیرا که شما از اردن عبور میکنید تا که رفته زمینی را که خداوند خدای شما به شما میدهد تصرف نمایید و شما آن را تصرف نموده در آن سکونت خواهید کرد. پس تمام فرایض و دستورات را که من امروز به شما پیشنهاد می نمایم رعایت کنید. کتاب تکرار شریعت باب 12. درباره خداپرستی حقیقی، برهم دادن بت پرستی. این از فرایض و دستوراتی که شما باید رعایت نموده در زمینی که خداوند خدای پدرانتان برای تصرف کردن شما داده است به عمل آورید در تمام ایامی که شما در آن زمین زندگی خواهید کرد. همه مکانهایی را که خلقهایی که شما به در میرانید در آنجا خدایان خود را عبادت میکردند تماما نیست و نابود کنید، خواه بر کوههای بلند باشد، خواه بر تلها، خواه زیر هر درختی سبز. قربانگاه های آنها را بشکنید و ستونهای آنها را پاره پاره کنید و اشیره های آنها را در آتش بسوزانید و هیکل های خدایان آنها را نیست کنید و نام های آنها را از آن مکان محو سازید. برای خداوند خدای خود چنین عمل نکنید، بلکه به مکانی که خداوند خدای شما از همه سبطهای شما برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند، یعنی به مسکن او روی آورید و به آنجا بیایید و قربانی های سوختنی و ذبح‌های خود و عشرهای خود و هدیه های افراشتنی دستهای خود و نذرهای خود و خیرات خود و نخوزاده های گاوان و گوسفندان خود را به آنجا بیارید و در آنجا به حضور خداوند خدای خود بخورید و خودتان و اهل بیتتان برای هر شغل دستی خود که خداوند خدای شما در آن شما را برکت داده است خرسندی کنید. هر آنچه را که ما امروز در اینجا میکنیم، یعنی هر آنچه به نظر هر کس درست نماید نکنید، زیرا که تا الحال به آرامی و به ملکی که خداوند خدای شما به شما میدهد نرسیده اید. ولی هنگامی که از اردن عبور نموده در زمینی که خداوند خدای شما به شما همچون ملک میدهد ساکن شوید و او شما را از همه دشمنانتان از گرد و پیش آرامی دهد و شما در امنیت زندگی کنید. آنگاه کدام مکانی که خداوند خدای شما برگزیند تا که اسم خود را در آن ساکن گرداند و آنجا هر آنچه را که من به شما امر فرمایم بیارید، یعنی قربانی های سوختنی و ذبح های خود، عشرها و هدیه های افراشتنی دست های خود و هر گزین نذرهای خود را که برای خداوند نذر نماید و به حضور خداوند خدای خود خرسندی کنید. خودتان و پسرانتان و دخترانتان و غلامتان و کنیزتان و لیوی زادگانی که در شهر شما باشند، زیرا که آنها با شما حصه و ملک ندارند. احتیاط باش که قربانی های سوختنی خود را در هر مکانی که میبینی تقدیم نکنی، بلکه فقط در مکانی که خداوند در یکی از سبطهای تو برگزیند قربانی های سوختنی خود را تقدیم نما و هر آنچه من به تو امر فرمایم در آنجا به عمل آور. اما گوشت را موافق تمام هوس دل خود بر حسب برکتی که خداوند خدایت به تو بدهد در همه شهرهای خود ذبح نموده بخور. شخصان نجس و پاک می توانند از آن بخورند، چنان که از گوشت غزال و آهو می خورند. لیکن خون را نخورید، آن را مثل آب بر زمین بریزید
تو نمی توانید در شهرهای خود عشر غله و شیره انگور و روغن زیتون خود را و نخوزاده های گاوان و گوسفندان خود را و هر نذری را که نذر کرده باشی و خیرات خود و هدیه های افراشتنی دست های خود را بخوری، بلکه آنها را به حضور خداوند خدای خود در مکانی که خداوند خدای تو برگزیند بخور، خودت و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لیوی زادگانی که در شهرهای تو باشند و به حضور خداوند خدای خود برای هر شغل دست خود خرسندی نما. احتیاط باش که لیوی زادگان را در تمام ایام خود که در زمین خود باشی ترک نکنی. هنگامی که خداوند خدایت حدود تو را چنان که به تو گفته است وسیع کند و تو بگویی گوشت خواهم خورد، زیرا که دل تو هوس گوشت خوردن دارد، پس موافق تمام هوس دل خود گوشت بخور. اگر مکانی که خداوند خدای تو برای ساکن گردانیدن اسم خود برگزیند از تو دور باشد، تو از گاوان و گوسفندان خود که خداوند به تو بدهد چنان که به تو امر فرمودم ذبح نموده در شهرهای خود موافق تمام هوس دل خود بخور. اما چنان که گوشت غزال و آهو را میخورند آنچنان از آن بخور. شخصانی نجس و پاک می توانند از آن بخورند. فقط احتیاط باش که خون را نخوری، زیرا که خون جان است و تو جان را با گوشت نخور. آن را نخور. آن را مثل آب بر زمین بریز. آن را نخور تا که برای تو و بعد از تو برای پسرانت نیکو باشد وقتی که تو آنچه را که در نظر خداوند درست است به عمل آوری. فقط قربانی های مقدس خود را که داشته باشی و نذرهای خود را برداشته و مکانی که خداوند برگزیند بیا و قربانی های سوختنی خود را یعنی گوشت و خون آنها را بر قربانگاه خداوند خدای خود تقدیم نما و خون ذبح‌های خود را بر قربانگاه خداوند خدای خود بریز و گوشت آنها را بخور. همه این سخنان را که من به تو امر می‌فرمایم شنیده رعایت نما تا که برای تو و بعد از تو برای پسرانت تا ابد نیکو باشد. وقتی که تو آنچه را که در نظر خداوند خدای تو نیکو و درست است به عمل آوری. هنگامی که خداوند خدای تو خلق‌های را که برای ضبط کردن آنها به آنجا می روی از پیش تو محو نماید و تو آنها را به در رانده در زمین آنها ساکن شوی. احتیاط باش که بعد از آن که آنها از پیش تو محو شده باشند آنها را پیروی نموده به دام نافتی و جویای خدایان آنها شده نگویی. چگونه ای که این خلق‌ها خدایان خود را عبادت می کردند من نیز چنین عمل خواهم کرد. با خداوند خدای خود چنین عمل نکن، زیرا که هر آنچه در نظر خداوند زشت است و از آن او نفرت دارد آنها با خدایان خود می کردند. آنها حتی پسران و دختران خود را برای خدایان خود در آتش می سوزانیدند. هر آنچه من به شما امر می فرمایم سعی و کوشش نموده آن را به عمل آورید. چیزی بر آن علاوه ننمایید و چیزی از آن کم نکنید. کتاب شریعت باب 13. امتحان انبیای کاذب و جزای آنها. اگر در میان شما نبی یا بیننده خوابها پیدا شده علامت یا معجزه به تو نشان دهد و آن علامت یا معجزه که درباره آن به تو سخن رانده بود به عمل آید و او بگوید بیا تا خدایان دیگر را که نمی شناختی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم. تو به سخنان آن نبی یا آن بیننده خوابها گوش نده، زیرا که خداوند خدای شما را امتحان می کند تا بداند که آیا خداوند خدای خود را با تمام دل خود و با تمام جان خود دوست می دارید. خداوند خدای خود را پیروی کنید و از او بترسید و احکام او را رعایت نمایید و به آواز او گوش دهید و او را عبادت کنید و به او بچسبید.
و آن نبی یا آن بیننده خوابها باید به قتل رسانیده شود، زیرا که وی درباره خداوند خدای تو که تو را از زمین مصر بیرون آورد و تو را از خانه غلامی رها کرد سخنان فتنه انگیز گفته است، تا تو را از راهی که خداوند خدایت به تو امر فرمود که با آن روانه شوی گمراه سازد و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسرت یا دخترت یا زوجه هماغوشت یا دوست جانیت تو را پنهانی اغوا نموده گوید، بیا تا خدایان دیگر را که تو و پدرانت دمی شناختید عبادت کنیم. از میان خدایان قوم‌هایی که در گرد و پیش شما می باشند، خواه به تو نزدیک خواه از تو دور باشند، از یک کنار زمین تا کنار دیگری آن. تو به سخن وی راضی نشو و به وی گوش نده و بگذار چشم تو به وی رحم نکند و تو به وی شفقت نموده و را پنهان نکن، بلکه حتما و را به قتل برسان. بگذار اول دست تو برای قتل وی دراز کرده شود و بعد دست تمام قوم. و را سنگسار کن تا که بمیرد، زیرا که وی میخواست تو را از خداوند خدایت که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آورد دور سازد. و تمام اسرائیل این را شنیده خواهند ترسید و من بعد چنین شرارت را در میان شما به عمل نخواهند آورد. اگر بشنوی که در یکی از شهرهایت که خداوند خدای تو برای سکونت به تو می دهد، شخصانی نابکار از میان تو پیدا شدند و ساکنان شهر خود را به وسوسه انداخته گفتند، برویم و خدایان دیگر را که نمی شناختید عبادت کنیم. تو درست تکک جستجو و تفتیش و پرسش نما و اینک اگر این حادثه راست و عمیق براید، یعنی در میان تو این عمل زشت روی داده باشد، ساکنان آن شهر را با دم شمشیر سخت ضربه بزن. آن را با هر چیزی که در آن است و چارپایانش را با دم شمشیر نیست و نابود بکن و تمام غنیمت آن را اندرون میدان آن جمع کن و شهر را با تمام غنیمتش به اسم خداوند خدای خود در آتش کاملا بسوزان و آن تا ابد خرابزار خواهد ماند، باری دیگر بینا نخواهد یافت. و از آن چی نیست و نابود کرده می شود چیزی به دستت نچسبد تا که خداوند آتش خشم خود را خاموش کرده و تو مرحمت نماید و به حال تو رحمش آمده تو را افزون گرداند، چنان که به پدرانت قسم خورده است. اگر تو آواز خداوند خدای خود را گوش کرده، تمام احکام او را که من امروز به تو امر می فرمایم رعایت نمایی، یعنی آنچه در نظر خداوند خدای تو درست است به عمل آوری. باب تکرار شریعت، باب 14. منع کردن عرف و عادتهای بتپرستان آید به مردگان. شما پسران خداوند خدای خود هستید. برای مردگان بدن خود را خراش نکنید و مویهای پیشانی خود را که از بالای چشمان است نتراشید. زیرا که تو برای خداوند خدای خود قوم مقدس هستی و خداوند تو را برگزیده است تا از همه قوم‌هایی که در روی زمین می باشند قوم گزین برای او باشی. دستورات درباره خوراک. هیچ چیز زشت را نخور. این است حیواناتی که می توانید بخورید: گاو، گوسفند و بز، آهو و غزال و گوزن و بز کوهی و زبر و قطاس و گاومیش و هر چارپای سمدار که قوشسم باشد و خوراکش را کفشه کند آن را بخورید. اما اینها را از کفشه کنندگان و سمداران نخورید. شتر و خرگوش و زرگوش را، زیرا که آنها کفشه کننده اند، ولیکن سمشان قوشسم نیست، آنها برای شما نجیسند. و خوک را، زیرا که آن سمدار است ولیکن کفشه نمی کند، آن برای شما نجیس است. از گوشت آنها نخورید و به لاشه آنها نرسید. از هر چی در آب است اینها را می توانید بخورید. هر آنچه پر و پولکچه دارد
می توانید بخورید. و هر آنچه پر و پلکچه ندارد نخورید. آن برای شما نجس است. از هر پرنده پاک بخورید، ولی از اینها نباید بخورید: عقاب و کرگس و برگوت و کلخاد و شاهین و باز بازات آن و هر زاغ بازات آن و شترمرغ و بوم و ماهی خورک و قرچیغه بازات آن، توغز و ایبیس و قو و مرغ سقا و لاشخور و بقلان و لکلک و کلنگ بازات آن و هدهد و کورشپرک و هر حشرات بالدار برای شما نجس است. نباید آنها خورده شود. از هر پرنده پاک بخورید. هیچ لاشه را نخورید. به غریبی که در شهری توست بده تا که بخورد، یا به اجنبی بفروش، زیرا که تو برای خداوند خدای خود قوم مقدس هستی. بزغاله را در شیر مادر آن نپز. از تمام حاصلات تخمی خود که سال به سال از کشتزار می روید عشر بده و به حضور خداوند خدای خود در مکانی که او برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند، عشر غله، شیره انگور و روغن زیتون خود و نخوزاده های گاوان و گوسفندان خود را بخور، تا تعلیم گیری که از خداوند خدای خود تمام ایام باید بترسی. ولی اگر راه برای تو دور باشد، به طوری که نتوانی آن را برداشته بری، یعنی اگر مکانی که خداوند خدای تو برگزیند تا اسم خود را در آنجا ساکن گرداند از تو دور باشد و خداوند خدایت تو را برکت داده باشد، پس آن را به نقره عوض نما و نقره را به دست خود گرفته و مکانی که خداوند خدای تو برگزیند برو و آن نقره را برای هر چیزی که دلت هوس داشته باشد، برای گاو و گوسفند و شراب و بوزه و هر چیزی که دلت از تو طلب کند بده و در آنجا به حضور خداوند خدای خود بخور و خودت با اهل بیتت خرسندی بکن. و لیوی زاده را که در شهر توست ترک نکن، زیرا که وی با تو حصه و ملک ندارد. بعد از گذشتن 3 سال تمام عشر حاصلات خود را در آن سال بیرون آورده نزد دروازه شهر خود بمان. و لیوی زاده که با تو حصه و ملک ندارد و غریب و یتیم و بیوه که در شهر تو می باشند آمده بخورند و سیر شوند، تا که خداوند خدایت تو را در هر عملی دستت که می کنی برکت دهد. کتاب تکرار شریعت باب 15. درباره سالهای معاف. در سال 7 معاف نما. مسئله معاف چنین است: هر قرضخواهی که به یار خود قرض داده باشد باید معاف نماید و از یار و برادر خود ادای قرض را طلب نکند، زیرا که برای خداوند معاف اعلان کرده شده است. از اجنبی طلب بکن، ولی از آن چی که برادرت باید به تو ادا نماید دست خود را بکش. نباید نزد تو احتیاجمند باشد، زیرا که خداوند تو را در زمینی که خداوند خدای تو همچون ملک برای تصرف کردنت می دهد حتما برکت خواهد داد. اگر آواز خداوند خدای خود را با دقت گوش کرده سعی و کوشش نمایی که تمام این احکام را که من امروز به تو امر می فرمایم به عمل آوری، زیرا خداوند خدایت تو را چنان که به تو گفته است برکت خواهد داد. و تو به خلقهای بسیار قرض خواهی داد، ولی خودت قرض نخواهی گرفت. و تو بر خلقهای بسیار حکمرانی خواهی کرد، ولی بر تو حکمرانی نخواهند کرد. اگر نزد تو در یکی از شهرهای تو در زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد یکی از برادران تو احتیاجمند باشد، دل خود را سخت نکن و دست خود را از برادر احتیاجمند خود نبند، بلکه دست خود را البته برای وی کشاده موافق احتیاج وی
به قدر کافی به وی قرض بده. احتیاط باش که فکری بده در دلت پیدا شده تو نگویی. سال هفتم یعنی سال معاف نزدیک می آید و نظری تو به برادری احتیاجمند تو بد شده و وی قرض ندهی. وی از دست تو سوی خداوند فغان خواهد کرد و این برای تو گناه خواهد بود. حتما به وی قرض بده و هنگامی که به وی می دهی دلت ملول نشود، زیرا که در عوض آن خداوند خدایت تو را در تمام اعمالت و در هر شغل دستت برکت خواهد داد. زیرا که احتیاجمند در روی زمین همیشه خواهد بود، بنابراین من به تو امر فرموده می گویم. دست خود را برای برادری کمبغل و احتیاجمند خود در زمین خود حتما بکشا. اگر برادری تو مرد یا زنی عبرانی و تو فروخته شود، وی باید 6 سال نزد تو غلام باشد و در سال هفتم تو ورا از پیش خود آزاد کرده بفرست. و هنگامی که ورا از پیش خود آزاد کرده میفرستی، ورا ته دست نفرست، بلکه ورا از رمه خود و از خیرمن خود و از چرخوشت خود تأمین نما. به اندازه‌ای که خداوند خدایت تو را برکت داده باشد به وی بده. و در خاطر نگاه دار که تو در زمین مصر غلام بودی و تو را خداوند خدای تو فدیه داده رها کرد. بنابراین من امروز این را به تو امر می فرمایم. در باره غلامان یکمری. ولیکن اگر وی به تو گوید از پیش تو نمی روم، زیرا که وی تو را و خاندان تو را دوست داشته است و احوالش نزد تو نیکوست، در آن صورت بگیزه بگیر و گوش ورا به در چسبانیده سوراخ کن و وی غلام یکمری تو خواهد بود و با کنیز خود نیز چنین عمل نما. بگذار به نظری تو سخت ننماید که ورا آزاد کرده می فرستی، زیرا که وی در ظرف 6 سال تو برابر مزدور کرایه برای تو خدمت کرده است و خداوند خدای تو در هر کاری که می کنی تو را برکت خواهد داد. همه نخوزاده های نرینه را که از گاوان و گوسفندان تو زاییده می شود برای خداوند خدای خود تقدیس نما. با نخوزاده نرگاو خود کار نکن و از نخوزاده گوسفند خود پشم نتراش. و حضور خداوند خدای خود آن را سال به سال در مکانی که خداوند برگزیند تو و اهل بیت تو بخورید. ولی اگر آن یگان عیب داشته باشد، یعنی لنگ یا کور باشد یا هر گونه نقصان دیگرش باشد، آن را برای خداوند خدای خود ذبح نکن. آن را در استقامتگاه خود بخور. شخصان نجس و پاک مثل غزال و مثل آهوی بخورند، لیکن خون آن را نخور. آن را مثل آب بر زمین بریز. کتاب تکرار شریعت باب 16. درباره عید کردن فصح. ماه ابیب را رعایت نما و فصح را برای خداوند خدای خود بجا آور، زیرا که در ماه ابیب تو را خداوند خدای تو از مصر شبانه بیرون آورد. و فصح را از گوسفندان و گاوان برای خداوند خدای خود ذبح نما در مکانی که خداوند برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند. با آن خمیر ترش نخور. 7 روز فطیر یعنی نان مزلت با آن بخور، زیرا که شتابکارانه از زمین مصر بیرون آمدی، تا که روز بیرون آمدنت را از زمین مصر تمام ایام زندگی خود در خاطر نگاه داری. و در تمام حدود تو نباید 7 روز خمیر ترش دیده شود. و از گوشتی که تو بگاهی روز یکم ذبح میکنی نباید چیزی تا صبح باقی بماند. در هیچ یکی از شهرهای خود که خداوند خدایت به تو میدهد نمی توانی فصح را ذبح نمایی، بلکه فقط در مکانی که خداوند خدای تو برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند، در آن مکان فصح را بگاهی روزی هنگام غروب کردن آفتاب که وقتی بیرون آمدنت از مصر است ذبح نما.
و آن را در مکانی که خداوند خدای تو برگزیند بریان بکن و بخور و بامدادان تاب خورده به خیمه های خود برو. 6 روز فطیر بخور و در روز هفتم جشن است برای خداوند خدای تو. هیچ کار نکن. درباره عید هفته ها و عید خیمه ها 7 هفته برای خود بشمار. از وقتی که داس به درف شروع کند به شمردن 7 هفته آغاز نما و عید هفته ها را برای خداوند خدای خود با هدیه دستی با سخاوت خود به جا آور که آن را بر حسب برکتی که خداوند خدایت به تو بدهد تقدیم خواهی کرد و به حضور خداوند خدای خود خرسندی بکن. تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لیوی زاده‌ای که در شهر توست و غریب و یتیم و بیوه‌ای که در میان توست در مکانی که خداوند خدای تو برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند. و در خاطر نگاه دار که تو در مصر غلام بودی، پس سعی و کوشش نما که این فرایض را به جا آوری. عید خیمه ها را بعد از آن که از خرمن خود و از چرخشت خود غنوچین نمایی 7 روز به جا آور و در عید خود خرسندی بکن. تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لیوی زاده و غریب و یتیم و بیوه‌ای که در شهر توست. مردان باید به حضور خداوند حاضر شوند. 7 روز برای خداوند خدای خود در مکانی که خداوند برگزیند عید بکن، زیرا که خداوند خدای تو در تمام حاصلات تو و در تمام اعمال دست تو برکت خواهد داد و تو بغایت خرسند خواهی شد. 3 کرات در 1 سال همه مردان تو باید به حضور خداوند در مکانی که او برگزیند حاضر شوند. در عید فطیر و در عید هفته ها و در عید خیمه ها و به حضور خداوند نباید تهی دست حاضر شوند، بلکه هر کس باید با پیشکش دست خود حاضر شود بر حسب برکتی که خداوند خدایت به تو بدهد. داوران و ناظران را در همه شهرهایی که خداوند خدایت به تو می‌دهد برای خود بر حسب سبطهای خود تعیین نما تا که قوم را با عدل و انصاف داوری کنند. در داوری کجکاری ننما، روی بینی نکن و رشوه نگیر، زیرا که رشوه چشمان حکیمان را کور و سخنان عادلان را تحریف میکند. عدالت را جویا باش تا که زنده بمانی و زمین را که خداوند خدایت به تو میدهد تصرف نمایی. برای عشیره‌ای که میخواهی از بهر خود بسازی، هیچ یک درخت نزد قربانگاه خداوند خدای خود نشینان و ستون برای خود که خداوند خدای تو از آن نفرت دارد برپا نکن. کتاب تکرار شریعت باب 17 درباره بی‌عیبی قربانی هایی که برای خدا تقدیم کرده می شود. گاو و گوسفندی را که عیب یا نقصان دیگری داشته باشد برای خداوند خدای خود ذبح نکن، زیرا که آن در نظر خداوند خدای تو زشت است. اگر در میان تو در یکی از شهرهای تو که خداوند خدایت به تو می‌دهد مرد یا زن پیدا شود که در نظر خداوند خدای تو کاری بدی کرده عهد او را پایمال نماید و رفته خدایان دیگر را عبادت کند و به آنها سجده برد یا به آفتاب یا به ماه یا به هر یکی از لشکر آسمان که من امر نفرمودم و تو خبر یافته بشنوی، پس درستکک تفتیش نما و اینک اگر حقیقتا راست باشد که این کار زشت در اسرائیل به عمل آورده شده است، در آن صورت تو آن مرد یا آن زن را که چنین کاری بد کردند نزد یکی از دروازه هایت بیرون آور و آن مرد یا زن را سنگسار کن تا که بمیرند. بر طبق گواهی 2 شاهد یا 3 شاهد آن شخصی سزاوار قتل باید کشته شود. بر طبق گواهی 1 شاهد نباید کشته شود. بگذار اول دستی شاهدان بر او برای کشتن او برداشته شود
و بعد از آن دستی تمام قوم و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. درباره اطاعت کردن به حاکمیت، اگر چیزی برای تو نافهما باشد، در معین کردن فرق در میان خون و خون، در میان دعوا و دعوا و در میان آسیب و آسیب، از مرافعه هایی که نزد دروازه های تو به وقوع می آید، تو برخواسته به مکانی که خداوند خدای تو برگزیند برو و نزد کاهنان لیوی زاده و نزد داوری که در آن روزها باشد آمده بپرس و آنها فتوای قانون را به تو بیان خواهند کرد و تو بر طبق حکمی که آنها از آن مکانی برگزیده خداوند به تو بیان می کنند عمل نما و هر آنچه را که به تو تعلیم دهند با احتیاط به جا آور. بر طبق قانونی که آنها به تو تعلیم دهند و بر طبق فتوایی که آنها به تو بیان کنند عمل نما. از سخنی که آنها به تو بگویند به طرف راست یا چپ میل نکن. و کسی که بدقصدانه عمل کرده و کاهنی که برای خدمت خداوند خدای تو در آنجا می ایستد یا به داور گوش ندهد، آن کس باید به قتل رسانیده شود و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. و تمام قوم این را شنیده خواهند ترسید و دیگر بدقصدانه عمل نخواهند کرد. هنگامی که تو به زمینی که خداوند خدایت به تو می‌دهد بیایی و آن را تصرف نموده در آن ساکن شوی و بگویی مثل همه خلق‌هایی که در گرد و پیش من هستند پادشاه بر خود تعیین خواهم نمود. حتما پادشاهی را که خداوند خدای تو برگزیند بر خود تعیین نما. از میان برادران خود پادشاهی را بر خود تعیین نما. شخص اجنبی را که از برادران تو نباشد نمی توانی بر خود تعیین نمایی. اما بگذار وی اسبها را برای خود افزون نکند و قوم را به مصر بر نگرداند تا که اسبها را افزون نماید. و حالان که خداوند به شما گفته است باری دیگر با این راه بر نگردید. و بگذار وی زنان را برای خود افزون ننماید تا که دلش فاسد نشود. و بگذار نقره و طلا را برای خود بسیار افزون نکند. و هنگامی که وی بر تخت مملکت خود بنشیند، بگذار نسخه این قانون را از کتابی که نزد کاهنان لیوی زاده است برای خود بنویسد و آن نزد وی باشد و آن را وی تمام ایام زندگی خود بخواند تا تعلیم گیرد که وی باید از خداوند خدای خود بترسد و سعی و کوشش کند که همه سخنان این قانون و این فرایض را به جا آورد. به آن که دل وی بر برادران وی مغرور گردد و به آن که وی از این امر به طرف راست یا چپ میل کند تا که وی و پسرانش ایام زیاد بر مملکت خود قائم باشند. کتاب تکرار شریعت باب 18 درباره نفقه کاهنان. کاهنان لیوی زاده تمام سبط لیوی حصه و ملک با اسرائیل نخواهند داشت. آنها باید قربانی های آتشین خداوند و حصه او را بخورند. پس وی ملک در میان برادران خود نخواهد داشت. خداوند ملک وی است چنان که او به وی گفته است. و این از حق کاهنان از جانب قوم، از جانب آنهایی که گاو یا گوسفند را ذبح می کنند. آنها باید ساق پیش و جاغها و اشکمبه را به کاهن بدهند. نوبر غله، شیره انگور و روغن زیتون خود را و نوبر پشم گوسفندان خود را به وی بده. زیرا خداوند خدای تو ورا از همه سبطها برگزیده است تا که وی و پسرانش تمام ایام ایستاده به اسم خداوند خدمت کنند. و اگر لیوی زاده از یکی از شهرهای تو از تمام اسرائیل که در آنجا ساکن باشد بیاید، بگذار وی موافق تمام آرزوی دل خود و مکانی که خداوند برگزیند بیاید و به اسم خداوند خدای خود مثل همه برادران لیوی زاده خود
که در آنجا به حضور خداوند می ایستند خدمت کند. بگذار آنها حصه های برابر بخورند، غیر از آن چی وی از فروختن مال و ملک خود پیدا کرده باشد. منع بت پرستی. هنگامی که تو به زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد بیایی، تعلیم نگیر که بر طبق کارهای زشت آن خلقها عمل نمایی. بگذار در میان تو نه کسی یافت شود که پسرش یا دخترش را از آتش می گذرانده باشد، نه جادوگره، نه چشمبنده، نه فالبینه، نه افسونگره، نه نیرنگسازه، نه پرسنده ارواح، نه عزایم خانه و نه کسی که مردگان را دعوت می نماید. زیرا هر کسی که این کارها را می کند در نظر خداوند زشت است و محض از باعث همین کارهای زشت خداوند خدای تو آنها را از پیش تو به در می راند. به حضور خداوند خدای خود بی عیب باش، زیرا این خلقهایی که تو آنها را به در می رانی به چشمبندان و جادوگران گوش می دهند، ولیکن تو را خداوند خدای تو نمی گذارد که چنین رفتار نمایی. نبوت درباره مسیح. پیغمبر مثل من از میان تو از برادران تو خداوند خدایت برای تو به میدان خواهد آورد و وی گوش دهید. بر طبق هر آنچه تو در حریب در روز جمع آمد از خداوند خدای خود پرسیده گفتی، آواز خداوند خدای خود را دیگر نشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم، مبادا بمیرم. خداوند به من گفت، آنچه آنها گفتند خوب است. نبی مثل تو من برای آنها از میان برادران آنها به میدان خواهم آورد و سخنان خود را به دهان وی خواهم گذاشت و هر آنچه به وی امر فرمایم با آنها خواهد گفت. و کسی که به سخنان من که وی به اسم من گوید گوش نه اندازد، من او را تنبیه خواهم داد. امتحان انبیا. اما نبیی که قصداً به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان دیگر سخن گوید، آن نبی باید به قتل رسانیده شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته باشد چگونه بشناسیم؟ پس سخنی که نبی به اسم خداوند گوید ولی آن به عمل نآید و اجرا نشود، آن سخنی است که خداوند نگفته است، بلکه نبی با قصد بد گفته است. از او نترس. کتاب تکرار شریعت باب 19. درباره شهرهای گریزگاه. هنگامی که خداوند خدای تو خلقهای را که خداوند خدای تو زمینشان را به تو می دهد محو نماید و تو وارث آنها گردیده در شهرها و خانه های آنها ساکن شوی. 3 شهر را برای خود اندرون زمین خود که خداوند خدایت آن را برای تصرف کردن به تو می دهد جدا کن. راه برای خود بساز و حدود زمین خود را که خداوند خدایت آن را همچون ملک به تو می دهد به 3 قسم تقسیم نما تا که هر قاتل به آنجا بگریزد. و این از قانون برای قاتلی که می تواند به آنجا گریخته زنده بماند. کسی که یار خود را ندانسته کشته است در صورتی که پیشتر به وی دشمن نبود. مثلا کسی که با یار خود برای درخت بروی به جنگل آمده است و دستش تبر را برای بریدن درخت قلاچ کشیده زده است، ولی آهن از تبر دسته برآمده به یار وی خورده است و او کشته شده است. بگذار وی به یکی از این شهرها بگریزد تا که زنده بماند. مبادا خونخواه در وقت گرمی دل خود قاتل را تعقیب کند و با وجود دوری راه به او رسیده گرفته او را بکشد و حال آنکه او سزاوار قتل نیست، زیرا که پیشتر به وی دشمن نبود. بنابراین من به تو امر فرموده می گویم 3 شهر را برای خود جدا کن. و هنگامی که خداوند خدایت حدود تو را چنان که به پدرانت قسم خورده است وسیع کند و تمام زمینی را که به پدرانت دادن آن را وعده کرده است به تو بدهد
و تو تمام این احکام را که من امروز به تو امر می فرمایم رعایت نموده به عمل آوری تا که خداوند خدای خود را دوست داشته تمام ایام با راه های او بروی، آنگاه بر این 3 شهر برای خود 3 شهری دیگر علاوه نما و بگذار اندرون زمین تو که خداوند خدایت همچون ملک به تو می دهد خون ناحق ریخته نشود. گناه آن خون بر گردن تو خواهد بود. ولیکن اگر کسی به یار خود دشمن شده بر وی کمین گیرد و به ضد وی برخاسته و را ضربه زده بکشد و به یکی از این شهرها بگریزد، آنگاه پیران شهر وی باید فرستاده و را از آنجا بگیرند و به دست خونخواه و را بسپارند تا که به قتل رسانیده شود. بگذار چشم تو به آنها رحم نکند تا که خون ناحق را از اسرائیل برهم دهی و برای تو نیکو باشد. مرزه یاری خود را که اجداد در ملک تو کشیدند ویران نکن. در ملکی که به دست خواهی آورد، در زمینی که خداوند خدایت برای تصرف کردن آن به تو می دهد، بگذار به مقابل کسی در بابت هر خطا و هر جنایت، در بابت هر گناهی که وی کرده باشد، یک شاهد برآمد نکند، بلکه با گواهی 2 شاهد یا با گواهی 3 شاهد مرافعه به عمل آید. اگر شاهد کاذب به مقابل کسی برآمد کرده در حق وی تهمت کند، بگذار آن 2 کسی که در میانشان دعوای موجود است به حضور خداوند، به حضور کاهنان و داورانی که در آن روزها باشند حاضر شوند و داوران درستکک تفتیش کنند و اینک معلوم شده است که آن شاهد کاذب است، یعنی در حق برادر خود شهادت بر دروغ داده است. پس در حق وی آنچنان عمل کنید چنان که وی قصد بد داشت که در حق برادر خود عمل کند و تو شرارت را از میان خود برهم خواهی داد و دیگران این را شنیده هراسان خواهند شد و من بعد چنین کاری بد در میان تو نخواهند کرد. بگذار چشم تو رحم نکند، جان در عوض جان، چشم در عوض چشم، دندان در عوض دندان، دست در عوض دست، پای در عوض پای. کتاب تکرار شریعت باب 20 درباره جنگ، مناسبت به شهرهای دشمن. هنگامی که به جنگ ضد دشمن خود می روی و اسپان و عرابه ها و قومی را که از تو سرشمارتر باشند ببینی، از آنها نترس، زیرا خداوند خدایت که تو را از مصر بیرون آورد با توست. و هنگامی که به میدان کارزار نزدیک شوید، بگذار کاهن نزدیک آمده به قوم سخن راند و به آنها گوید: بشنوید اسرائیل، شما امروز به جنگ ضد دشمنان خود شروع می نمایید. بگذار دل شما سست نشود، نترسید و واهمه نکنید و از آنها به هراس نیفتید، زیرا که خداوند خدای شما با شما می رود تا که برای شما با دشمنانتان جنگ کرده شما را نجات دهد. و بگذار ناظران به قوم سخن رانده گویند: کسی که خانه نفت ساخته از آن هنوز استفاده نبرده باشد، بگذار رفته به خانه خود برگردد، مبادا در جنگ بمیرد و شخص دیگری از آن استفاده برد. و کسی که تاک شینانده از میوه آن هنوز نخورده باشد، بگذار رفته به خانه خود برگردد، مبادا در جنگ بمیرد و شخص دیگری از میوه آن بخورد. و کسی که زنی را نامزد کرده هنوز و را نگرفته باشد، بگذار رفته به خانه خود برگردد، مبادا در جنگ بمیرد و شخص دیگری و را بگیرد. و بگذار ناظران باز به قوم سخن رانده گویند: کسی که ترسانچک و بزدل باشد، بگذار رفته به خانه خود برگردد تا که دل برادران خود را مثل دل خودش ترسانچک نگرداند. و هنگامی که ناظران سخنرانی را با قوم به انجام رسانند، بگذار سپهداران
بر سر قوم تعیین کرده شوند. هنگامی که به شهر نزدیک آیی تا که برای ضبط آن جنگ کنی، آن را به صلح دعوت نما. و اگر آن با تو صلح نموده دروازه هایش را برای تو بگشاید، بگذار تمام قومی که در آن باشند خراجگزار تو گردیده خدمت تو را به جا آورند. ولیکن اگر آن با تو صلح نکند و به مقابل تو جنگ پیشه نماید، آن را محاصره بکن. و هنگامی که خداوند خدای تو آن را به دست تو بسپارد، همه مردان آن را با دم شمشیر ضربه بزن. فقط زنان و کودکان و چارپایان و هر آنچه در شهر باشد، یعنی تمام غنیمت آن را برای خود تاراج نما و از غنیمت دشمنان خود که خداوند خدایت آن را به تو داده است استفاده بکن. با همه شهرهایی که از تو بغایت دورند که از شهرهای این خلقان نباشند چنین عمل نما. اما از شهرهای این قومها که خداوند خدایت همچون ملک به تو می دهد هیچ یک جان را زنده نگذار، بلکه آنها را هیتیان و اموریان، کنعانیان و فریزیان، هیویان و یبوسیان را چنان که خداوند خدایت به تو امر فرموده است تماما نیست و نابود بکن، تا شما را تعلیم ندهند که مثل همه کارهای زشتی که آنها با خدایان خود میکردند عمل نموده پیش خداوند خدای خود گناهکار شوید. اگر شهر را ایام زیاد محاصره نمایی تا که با آن جنگیده آن را ضبط کنی، تبر بر درختش برداشته آن را نابود نکن، چون که از میوه آن میخوری، بنابراین آن را نبر. زیرا آیا درخت صحرا آدمیزاد است که از پیش تو به استحکام داخل شود؟ فقط درختی که درباره آن تو میدانی که درخت غذادار نیست، آن را نابود بکن و آن را ببر تا به ضد شهری که با تو می جنگد استحکام بسازی تا دمی که آن مغلوب شود. کتاب تکرار شریعت باب 21. یافت شدن مقتول نامعلوم. اگر در زمینی که خداوند خدایت برای تصرف کردن آن به تو می دهد مقتولی در صحرا خوابیده یافت شود و معلوم نباشد که قاتل وی کیست، بگذار پیران و داوران تو بیرون آمده مسافه شهرهای را که در گرد و پیش مقتول است چین کنند و شهری که به مقتول از همه نزدیکتر باشد بگذار پیران آن شهر گوساله ماده بگیرند که آن را هنوز کار نفرمودند و یوغ به گردنش نبستند و بگذار پیران آن شهر آن گوساله را به وادی سنگلاخی که شودگار و کشت کرده نمی شود و نهر آب جاری دارد فرود آورند و در آنجا در وادی گردن گوساله را بشکنند و کاهنان پسران لیوی نزدیک می آیند، چون که آنها را خداوند خدای تو برگزیده است تا که خدمت او را به جا آورند و به اسم خداوند برکت دهند و بر طبق سخن آنها هر نزاع و هر آسیب باید یک طرفه کرده شود. و همه پیران آن شهری که به مقتول از همه نزدیکتر است بگذار دستهای خود را بر گوساله‌ای که در وادی گردنش شکسته شده است بشویند و خطاب نموده گویند دستهای ما این خون را نریخته است و چشمان ما ندیده است. قوم خود اسرائیل را که تو ای خداوند فدیه داده رها کرده ای کفارت نما و نمان که خون ناحق در میان قوم تو اسرائیل ریخته شود. پس آن خون برای آنها کفارت کرده خواهد شد و تو خون ناحق را از میان خود برهم خواهی داد اگر آنچه را که در نظر خداوند درست است به عمل آوری. هنگامی که برای جنگ کردن به مقابل دشمنان خود بیرون روی و خداوند خدایت آنها را به دست تو بسپارد و تو آنها را اسیر کنی و در میان اسیران زنی خوشروی دیده عاشق وی بشوی و بخواهی و را برای خود به زنی بگیری، پس و را به خانه خود بیار و بگذار وی سر خود را تراشد و ناخنهای خود را گیرد و لباس اسیری خود را از تن خود دور کند و در خانه تو نشسته برای پدر و مادر خود
یک ماه ماتم گیرد و بعد از آن تو نزد وی در آمده شوهری وی بشو و وی زنی تو خواهد بود. و اگر تو ورا دیگر نخواهی می توانی ورا موافق دلخواهش بفرستی، ولی نباید ورا به نقره بفروشی. با وی سختگیری نکن، چون که ورا با زوری تابع نموده ای. اگر مردی دو زن داشته باشد، یکی محبوبه و دیگر منفوره، و هر دو محبوبه و منفوره برای او پسران زایند و پسری منفوره نخوزاده باشد، پس در روزی که او دارایی خود را به پسرانش تقسیم کند، نمی تواند به پسری محبوبه بر پسری منفوره که نخوزاده است حقوق نخوزادگی دهد، بلکه باید نخوزادگی پسری منفوره را اعتراف نموده از هر دارایی خود به وی حصه دوچند دهد، زیرا که وی ابتدای قوت اوست و حقوق نخوزادگی به وی تعلق دارد. درباره پسری سرکش، اگر کسی پسری سرکش و به اطاعت داشته باشد که سخن پدر و مادر خود را نشنود و هرچند ورا جزا دهند به آنها گوش ناندازد، بگذار پدر و مادرش ورا گرفته نزد پیران شهرش به دروازه مکانش بیرون آورند و به پیران شهرش گویند این پسر ما سرکش و به اطاعت است، سخن ما را نمی شنود، پرخور و میزده است. و بگذار ورا تمام مردم شهرش سنگسار کنند تا که بمیرد و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد و تمام اسرائیل این را شنیده هراسان خواهند شد. و اگر کسی گناه سزاوار قتل کرده باشد و به قتل رسانیده شود و تو ورا به دار آویخته باشی، نباید جسد مرده ورا شبانه بردار بمانی، بلکه حتما ورا در همان روز دفن نما، زیرا کسی که به دار کشیده شده است به لعنت خدا گرفتار است و تو زمین خود را که خداوند خدایت آن را همچون ملک به تو می دهد نجیس نگردان. کتاب تکرار شریعت باب 22 درباره دوستداری نسبت به یار و نسبت به حیوانات. وقتی که گاوی برادری خود یا گوسفند او را ببینی که راه را گم کرده است، نباید از آنها روی گردانی. آنها را حتما به برادری خود برگردان. و اگر برادری تو در نزدیکی تو نباشد یا او را نشناسی، آنها را به خانه خود بیار و بگذار آنها نزد تو باشد تا دمی که برادرت آنها را طلب کند و آنگاه به او برگردان. و با خری او چنین عمل نما و با لباس او چنین عمل نما و با هر چیزی گم شده برادری خود که وی آن را گم کرده باشد و تو آن را یافته باشی چنین عمل نما. تو نمی توانی از آن روی گردانی. اگر خری برادری خود یا گاوی او را ببینی که در راه افتاده است، از آنها روی نگردان، بلکه حتما آنها را با او برخیزان. لباس مرد بر زن نباید باشد و مرد نباید لباس زن را دربر کند، زیرا هر که این کارها را می کند در نظر خداوند خدای تو زشت است. اگر تصادفاً در راه بر درخت یا بر زمین لانه پرنده از پیشت برآید که چوجه ها یا تخم ها در آن باشد و مادر بر چوجه ها یا بر تخم ها نشسته باشد، مادر را با بچه هایش نگیر. مادر را البته رها نما و بچه ها را برای خود بگیر تا که برای تو نیکو باشد و عمری دراز بینی. هنگامی که خانه نو بنا کنی، پنجره بر بام خود بساز تا که خون بر خانه خود نآوری وقتی که کسی از بالای آن بیفتد. تاکزار خود را با دو نفع تخمی کشت نکن، مبادا تمام حاصلات هم تخمی که کاشته و هم حاصل تاکزار حرام گردد. برزگا و خر را یک جای بسته شدگار نکن. لباس عبارت از دو نفع متاع یعنی از پشم و کتان دربر نکن. بر 4 گوشه ردای خود که آن را دربر میکنی شلشله ها بباف. محافظت زن از ملامت های مرد. اگر کسی زن گیرد و با وی بخوابد و از وی نفرت نماید و در حق وی ملامت برآورد و ورا بدنام کرده گوید این زن را گرفتم و با وی نزدیکی کردم ولی ورا باکیره نیافتم، پس بگذار پدری آن دختر و مادری وی
علامت بکارت دختر را گرفته پیش پیران شهر نزد دروازه برآرند و پدر دختر به پیران بگوید دختری خود را به این آدم به زنی دادم و او الحال از وی نفرت کرده است. و اینک او ملامت برآورده میگوید دختری تو را باکیره نیافتم، ولی این است علامت بکارت دختری من. پس جای پوش را پیش پیران شهر پهن میکنند و بگذار پیران آن شهر آن مرد را گرفته تعذیب نمایند و بر او به قدر 100 سیقل نقره جریمه انداخته آن را به پدر دختر بدهند، زیرا که او باکیره اسرائیل را بدنام کرده است. و بگذار وی زن او باشد به طوری که او نمیتواند تمام عمر خود به وی طلاق دهد. ولیکن اگر این دعوا راست باشد، یعنی علامت بکارت دختر یافت نشود، بگذار دختر را نزد در خانه پدر وی بیرون آورند و مردم شهر وی را سنگسار کنند تا که بمیرد، زیرا که وی در خانه پدرش زنا کرده در اسرائیل رفتار زشت به عمل آورده است و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. اگر مرد یافت شود که با زنی شوهردار خوابیده باشد، بگذار هر دویشان به قتل رسانیده شوند، هم مردی که با آن زن خوابیده است و هم آن زن، و شرارت را از اسرائیل برهم خواهی داد. اگر دختری باکیره با مرد نامزد شده باشد و مردی دیگری ورا در شهر یافته با وی بخوابد، هر دویشان را نزد دروازه آن شهر برآرید و آنها را سنگسار کنید تا که بمیرند. دختر را برای آنکه در شهر داد و فریاد نکرده است و مرد را برای آنکه به ناموس زن یار خود تجاوز نموده است و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. و اگر مرد در صحرا دختری نامزد شده را بیابد و آن مرد ورا با زوری داشته با وی بخوابد، بگذار آن مردی که با وی خوابیده است تنها به قتل رسانیده شود. ولی با دختر هیچ کار نکن. به گردن دختر گناه سزاوار قتل نیست، زیرا که مانند آن است که شخص بر یار خود قیام نموده او را کشته باشد، زیرا که ورا در صحرا یافته است. ممکن است که آن دختری نامزد شده داد و فریاد کرده باشد، ولیکن کسی نبوده است که ورا رها کند. اگر مرد دختری باکیره را که نامزد نشده باشد بیابد و با زوری ورا داشته با وی بخوابد و آنها به دست افتند، بگذار آن مردی که با وی خوابیده است به پدر دختر 50 سیقل نقره بدهد و بگذار وی زن او باشد، چون که او به ناموس وی تجاوز نموده است. او نمیتواند تمام عمر خود با وی طلاق دهد. بگذار هیچ کس زن پدر خود را نگیرد و عورت پدر خود را آشکار نکند. کتاب تکرار شریعت باب 23. دستورات گوناگون. کسی که بیضه هایش مجخ شده است یا آلت تناسلش بریده شده است نمیتواند به جماعت خداوند داخل شود. حرامزاده نمیتواند به جماعت خداوند داخل شود. حتی نسل دهم وی نمیتواند به جماعت خداوند داخل شود. امونی یا موآبی نمیتواند به جماعت خداوند داخل شود. حتی نسل دهم آنها نمیتواند به جماعت خداوند داخل شود. از آن سبب که آنها شما را وقتی که از مصر بیرون آمدید در راه با نان و آب پیشواز نگرفتند و از آن سبب که وی بلعام ابن بعور را از فتور بین النهرین و مقابل تو کرا کرد تا که تو را لعنت گوید. ولی خداوند خدای تو نخواست بلعام را گوش کند و خداوند خدای تو آن لعنت را برای تو به برکت تبدیل داد، زیرا که خداوند خدایت تو را دوست می دارد. سلامتی و نیک و احوالی آنها را تمام عمر خود تا ابد جویا نشو. از ادومی نفرت نکن، زیرا که وی برادری توست. از مصری نفرت نکن، زیرا که تو در زمین وی غریب بودی. فرزندانی که از آنها تولد می یابند در نسل سیوم می توانند به جماعت خداوند داخل شوند. هنگامی که با اردوی خود به مقابل دشمنانت بیرون روی، از هر چیزی بد خود را نگه دار.
اگر در میان تو کسی باشد که از احتلام شب نجیس شود، بگذار وی از اردوگاه بیرون رود، اندرون اردوگاه داخل نشود. و شامگاه در آب غسل نموده، برابر غروب کردن آفتاب اندرون اردوگاه داخل شود. و مکان برای تو بیرون از اردوگاه باید باشد تا که به آنجا بیرون روی. و به ضم یراق خود تو باید بیلچه داشته باشی و هنگامی که در بیرون می نشینی چقرچه با آن بکنی و برخاسته پس افکند خود را به واسطه آن بپوشانی. زیرا که خداوند خدای تو اندرون اردوگاه تو قدم گذار است تا که تو را رها نماید و دشمنانت را به دست تو بسپارد. پس بگذار اردوگاه تو مقدس باشد تا که او چیزی پلید در میان تو دیده از تو روی نگرداند. غلامی را که از آقای خود پیش تو گریخته باشد به دست آقای وی نسپار. بگذار وی در میان تو در مکانی که برگزیند در یکی از شهرهای تو که برای وی نیکو باشد ساکن شود و را به تنگ نآور. نباید از دختران اسرائیل فاحشه باشد و از پسران اسرائیل نباید لواطگر باشد. مزد فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نظر به خانه خداوند خدای خود نآور، زیرا که این هر دو در نظر خداوند خدای تو زشت است. و برادر خود با سود قرض نده، نه با سود نقره، نه با سود خوراکواری، نه با سود هر چیزی که با سود قرض داده می شود. به اجنبی می توانی با سود قرض دهی، ولی به برادر خود با سود قرض نده، تا که خداوند خدای تو در زمینی که برای تصرف کردن آن با آنجا می روی در هر شغل دستت به تو برکت دهد. اگر برای خداوند خدای خود نذر نمایی، در ادای آن درنگ نکن، زیرا که خداوند خدای تو حتما آن را از تو طلب خواهد کرد و بر گردن تو گناه خواهد بود. ولیکن اگر از نذر کردن خودداری نمایی، بر گردن تو گناه نخواهد بود. آنچه را که از دهانت برآمده است رعایت نموده بجا آور، آنچنان که برای خداوند خدای خود نذر کرده به زبان رانده ای. هنگامی که به تاگزار یار خود بیایی، از انگور آن هر قدر که دلت بخواهد تا سیر شدن خود بخور، ولی در ظرف خود نه انداز. هنگامی که به غلزار یار خود بیایی، از خوشه های آن با دست خود بچین، ولی داست را در غلزار یار خود به کار نبر. کتاب تکرار شریعت باب 24. شریعت موسی درباره طلاق. اگر کسی زن گرفته با وی بخوابد و اگر وی به نظر او پسند نآید، چون که او چیزی نفرت آور در وی پیدا کرده است و او طلاق نامه نوشته به دست وی دهد و از خانه خود و را بفرستد و وی از خانه او بیرون رود و به شوهر دیگر برسد و آن شوهر دیگر نیز از وی نفرت نماید و طلاق نامه برای وی نوشته به دست وی دهد و از خانه خود و را بفرستد، یا آن شوهر دیگر که و را برای خود به زنی گرفته بود بمیرد. شوهر اولش که و را فرستاده بود نمی تواند از نو و را برای خود به زنی بگیرد بعد از آن که وی نجس گردیده است، زیرا که این به حضور خداوند زشت است. پس به زمینی که خداوند خدای تو همچون ملک به تو می دهد گناه نآور. اگر کسی به قریبی زن گرفته باشد، بگذار به لشکر نرود و هیچ مجبوریت دیگری به ذمه وی گذاشته نشود، تا که 1 سال در خانه خود آزاد باشد و با زن خود دماغ چاقی کند. نباید کسی آسیا یا سنگ بالای آن را به گرو بگیرد، زیرا که جان را به گرو می گیرد. اگر شخص یافت شود که از برادران خود یعنی از بنی اسرائیل یگان کس را دزدیده است و به وی سختگیری کرده و را فروخته است، بگذار آن دزد به قتل رسانیده شود و شرارت را از میان خود برهم خواهی داد. در خصوص زخم مخاف احتیاط نماید تا هر آنچه را که کاهنان لیوی زاده به شما تعلیم می دهند بغاید رعایت نموده بجا آورید. آنچه را که من به آنها امر فرمودم رعایت نموده بجا آورید.
در خاطر نگاه دار که خداوند خدای تو در راه با مریم چی کرده بود وقتی که از مصر بیرون آمدید. اگر به یار خود چیزی قرض دهی برای گرفتن گرو به خانه وی ندارو، بلکه در بیرون بیست و آن کس که تو به وی قرض داده ای گرو را نزد تو بیرون می آورد. و اگر وی مردی بینوای باشد، خواب نکن در حالتی که گروی وی نزد تو بماند، بلکه برابری غروب کردن آفتاب گروی وی را حتما برگردان تا که وی در لباس خود بخوابد و تو را برکت دهد و این برای تو به حضور خداوند خدای تو عدالت حساب خواهد یافت. مزدور، بینوا و کمبغل را از برادران خود یا از غریبانی که در میان تو در شهرهای تو می باشند آزار نده. در همان روز مزد وی را بده به طوری که آفتاب پیش از دادنت غروب نکند، زیرا که وی کمبغل است و جانش هوس آن را دارد. مبادا وی از دست تو سوی خداوند فغان کند و این برای تو گناه حساب یابد. بگذار پدران برای گناه پسران به قتل رسانیده نشوند و پسران برای گناه پدران به قتل رسانیده نشوند. هر کس باید برای گناه خودش به قتل رسانیده شود. در داوری غریب و یتیم کجکاری نکن و لباس بیوه را به گرو نگیر. در خاطر نگاه دار که تو در مصر غلام بودی و خداوند خدایت تو را از آنجا فدیه داده رها کرد. بنابراین من به تو امر می فرمایم که این کار را بجا آوری. وقتی که حاصلات خود را در صحرای خود درو نمایی و بنده را در صحرا فراموش کنی، برای گرفتن آن بر نگرد. بگذار آن برای غریب، یتیم و بیوه باشد تا که خداوند خدایت تو را در هر عملی دستت برکت دهد. وقتی که زیتون خود را زده افشانی، دویم باره شاخه ها را تفتیش نکن. بگذار آن برای غریب، یتیم و بیوه باشد. وقتی که انگور تاکزار خود را غنوچین نمایی، دویم باره باقی مانده آن را نچین. بگذار آن برای غریب، یتیم و بیوه باشد. و در خاطر نگاه دار که تو در زمین مصر غلام بودی. بنابراین من به تو امر می فرمایم که این کار را بجا آوری. کتاب تکرار شریعت باب 25. دستورات گوناگون. اگر در میان آدمان مرافعه به وجود آید و آنها به محکمه بیایند و داوران آنها را داوری نموده عادل را سفید و شریر را محکوم کنند و اگر شریر سزاوار شلاق باشد، بگذار داور امر فرماید که ورا بخوابانند و به حضور او ورا موافق شرارتش شمرده شلاق زنند. ورا فقط 40 تازیانه زدن ممکن است، نه زیاد، زیرا که اگر بر این علاوه نموده ورا شلاق زیاد زنند، برادری تو پیش نظری تو به ضلالت خواهد افتاد. دهان گاو را وقتی که خرمن میکوبد نبند. اگر برادران با همدیگر سکونت داشته باشند و یکی از آنها بمیرد و فرزندی نداشته باشد، زن آن مرده نباید بیرون از عائله و مردی بیگانه برسد، بلکه برادری شوهرش باید نزد وی در آمده و را برای خود بزنی بگیرد و وظیفه دادرشوی را نسبت به وی بجا آورد. و نخوزاده که وی میزاید فرزندی برادر مرده او حساب خواهد یافت تا که نامش از میان اسرائیل محو نشود. و اگر این شخص به گرفتن ینگه خود راضی نشود، بگذار ینگه او به دروازه نزد پیران برآمده گوید: دادرشوی من نمیخواهد نام برادر خود را در اسرائیل از نو برقرار نماید. از اجرای وظیفه دادرشویی خود نسبت به من سر میتابد. و او را پیران شهرش خوانده به او سخن میرانند و اگر او اصرار نموده گوید نمیخواهم و را به زنی بگیرم، آنگاه بگذار ینگه او پیش نظر پیران به او نزدیک آمده کفش او را از پایش بکشد و پیش او توف کرده ندا کنان گوید: با کسی که خانه برادر خود را بینا نمی کند چنین رفتار کرده می شود. و بگذار نام او در اسرائیل
خانه کفش کشیده خوانده شود. اگر دو مرد با همدیگر دست به گریبان شوند و زنی یکی از آنها پیش آید تا که شوهر خود را از دست زننده او خلاص کند و دست خود را دراز کرده عورتش را بقپد، پس دست او را بریده پرتا، بگذار چشم تو به وی رحم نکند. بگذار در خلطه تو سنگهای دوخیله، کلان و خرد نباشد. بگذار در خانه تو ایفه دوخیله، کلان و خرد نباشد. تو باید سنگ مکمل و درست داشته باشی تا که عمر تو در زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد دراز شود. زیرا هر کی چنین عمل می کند، یعنی هر ناانصاف، پیش خداوند خدای خود زشت است. آنچه را که عمالق در راه هنگام بیرون آمدنت از مصر به تو کرده بود در خاطر نگاه دار که او در راه تو را پیشواز گرفته، همه از حال رفتگان را در عقیب تو نیست و نابود کرده بود، در صورتی که تو لکات و بیحال بودی و او از خدا نترسیده بود. پس وقتی که خداوند خدای تو در زمینی که خداوند خدای تو برای تصرف کردن آن همچون ملک به تو می دهد، از همه دشمنان گرد و پیش به تو آرامی بخشد، تو ذکر عمالق را از زیر آسمان محو نما، فراموش نکن. کتاب تکرار شریعت باب 26 درباره تقدیم کردن نوبرها. و هنگامی که به زمینی که خداوند خدایت همچون ملک به تو می دهد داخل شوی و آن را به تصرف خود درآورده در آن ساکن گردی، آنگاه از نوبرهای هر محصول زمین که از زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد غنداشته باشی گرفته در سبد بمان و به مکانی که خداوند خدایت برگزیند تا که اسم خود را در آنجا ساکن گرداند برو. و نزد کاهنی که در آن ایام باشد آمده به وی بگو: امروز به خداوند خدای تو اظهار می نمایم که به زمینی که خداوند به پدران ما قسم خورده بود که به ما بدهد داخل شدم. و کاهن سبد را از دستت گرفته پیش قربانگاه خداوند خدای تو می گذارد و تو به حضور خداوند خدای خود نداکنان بگو: پدرم ارمی آوارگرد بود و به مصر فرود آمد و در آنجا با آدمانی کمی سکونت کرد و در آنجا به خلق بزرگ پرزور و سرشمار تبدیل یافت. ولی مصریان به ما رفتاری بد نموده ما را به تنگ آوردند و مهنتی سختی به گردن ما بار کردند و ما سوی خداوند خدای پدران ما استغاثه بردیم و خداوند آواز ما را شنید و مصیبت و مهنت و تنگی ما را دید. و خداوند ما را از مصر با دست قوی و بازوی طولانی، با دهشت عظیم و با علامات و معجزات بیرون آورد و ما را به این مکان آورد و این زمین را، زمینی که شیر و عسل در آن جاری است، به ما داد. و الحال اینک من نوبرهای محصول زمین را که تو ای خداوند به من دادی آوردم و آن را به حضور خداوند خدای خود بمان و به حضور خداوند خدای خود سجده ببر. و تو از تمام نعمتی که خداوند خدایت به تو و به خاندان تو بخشیده است با لیوی زاده و غریبی که در میان توست خرسندی بکن. هنگامی که تو در سال سیوم که سال عشر هاست دادن تمام عشر حاصلات خود را به انجام برسانی و آن را به لیوی زاده، غریب، یتیم و بیوه بدهی تا که در شهرهای تو خورده سیر شوند. آنگاه به حضور خداوند خدای خود بگو: وقفها را از خانه برآوردم و آنها را به لیوی زاده، غریب، یتیم و بیوه نیز موافق امری که تو به من فرموده دادم. از احکام تو سر نتافتم و آنها را فراموش نکردم. در ماتم خود از آنها نخوردم و در ناپاکی از آنها نبرآوردم و برای مرده از آنها ندادم. با آواز خداوند خدای خود گوش انداختم، موافق هر آنچه به من امر فرموده ای عمل کردم. از مکان مقدس خود از آسمان نظر بکن و به قوم خود اسرائیل و به زمینی که به ما داده ای چنان که به پدران ما قسم خورده ای، به زمینی که شیر و عسل در آن جاری است برکت بده.
امروز خداوند خدایت به تو امر می فرماید که این فرایض و این دستورات را به عمل آوری و تو آنها را با تمام دل خود و با تمام جان خود رعایت نموده به عمل آور. خداوند را تو امروز اعتراف نمودی تا که او خدای تو باشد و تو با راههای او روانه شوی و فرایض و احکام و دستورات او را رعایت نمایی و به آواز او گوش اندازی. و خداوند امروز تو را اعتراف نمود تا که تو قوم گزین او باشی، چنان که او به تو گفته است و تمام احکام او را رعایت نمایی. و او تو را در جلال، شهرت و شفقت بر همه خلقهایی که او آفریده است بلند گرداند و تو برای خداوند خدای خود قوم مقدس باشی، چنان که او گفته است. کتاب تکرار شریعت باب 27 درباره سنگ‌های یادگاری. و موسی و پیران اسرائیل به قوم امر فرموده گفتند: تمام احکامی را که من امروز به شما امر می فرمایم رعایت نمایید و در روزی که از اردن به زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد عبور کنید، برای خود سنگ‌های بزرگ برپا نما و بر آنها آهک بمال و بر آنها همین که عبور کردی همه سخنان این شریعت را بنویس تا به زمینی که خداوند خدایت به تو می دهد داخل شوی، به زمینی که شیر و عسل در آن جاری است، چنان که خداوند خدای پدرانت به تو گفته است. و هنگامی که از اردن عبور کنید، این سنگ‌ها را که من امروز به شما امر می فرمایم بر کوه ایبال برپا نمایید و بر آنها آهک بمال و در آنجا قربانگاه برای خداوند خدای خود بنا نما که قربانگاه سنگین باشد، آلت آهنین بر آنها کار نفرما. از سنگ‌های یک لخت برای قربانگاه خداوند خدای خود را بنا نما و بر آن برای خداوند خدای خود قربانی‌های سوختنی تقدیم کن و قربانی‌های سلامتی ذبح نموده در آنجا بخور و به حضور خداوند خدای خود خرسندی بکن. و بر آن سنگ‌ها همه سخنان این شریعت را با خط روشن بنویس. و موسی و کاهنان لیوی زاده و تمام اسرائیل سخن رانده گفتند: سکوت نما و بشنو ای اسرائیل، امروز تو قوم خداوند خدای خود گردیده ای. پس آواز خداوند خدای خود را بشنو و احکام و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم به عمل آور. و موسی در آن روز به قوم امر فرموده گفت: همین که از اردن عبور کنید، اینها باید بر کوه جریزیم بایستند تا دمی که قوم را برکت دهند. شمعون، لیوی، یهودا، ایساکار، یوسف و بنیامین. و اینها باید بر کوه ایبال بایستند تا دمی که لعنت خوانند. روبین، جاد، آشر، زبولون، دان و نفتالی. و لیوی زادگان خطاب نموده به همه اسرائیلیان با آواز بلند خواهند گفت: ملعون باد کسی که صنم یا بت از مصنوعی دست هنرمند که آن در نظر خداوند زشت است بسازد و آن را پنهان دارد. و تمام قوم نداکنان خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که پدر و مادر خود را خواری دهد. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که مرزه یار خود را ویران کند. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که نابینای را در راه به اشتباه اندازد. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که در داوری غریب، یتیم و بیوه کجکاری کند. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که با زن پدر خود بخوابد، چون که دامن پدر خود را آشکار کرده است. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که با یگان چارپا بخوابد. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که با خواهر خود، یعنی با دختر پدر خود یا با دختر مادر خود بخوابد. و تمام قوم خواهند گفت: آمین. ملعون باد کسی که با مادر عروس خود بخوابد.
و تمام قوم خواهند گفت آمین. ملعون باد کسی که یار خود را در پنهانی بکشد و تمام قوم خواهند گفت آمین. ملعون باد کسی که رشوه گیرد تا که جان نابود گردیده خونش به ناحق ریخته شود و تمام قوم خواهند گفت آمین. ملعون باد کسی که سخنان این شریعت را به جا نآورد و بر طبق آنها عمل نکند و تمام قوم خواهند گفت آمین. کتاب تکرار شریعت باب 28. وعده برکت. و اگر تو به آواز خداوند خدای خود با دقت گوش اندازی تا که تمام احکام او را که امروز من به تو امر می فرمایم رعایت نموده به عمل آوری، آنگاه خداوند خدایت تو را بر همه خلقهای زمین بلند خواهد گردانید و همه این برکت ها به تو خواهد رسید و برای تو به عمل خواهد آمد اگر تو به آواز خداوند خدای خود گوش اندازی. در شهر تو با برکات خواهی بود و در صحرا تو با برکات خواهی بود. میوه بطن تو و حاصل زمین تو و ثمره چارپایان تو، زایش گاوان تو و افزایش گوسفندان تو با برکات خواهد بود. سبد تو و کارسان تو با برکات خواهد بود. هنگام درآمدن خود تو با برکات خواهی بود و هنگام برآمدن خود تو با برکات خواهی بود. خداوند دشمنان تو را که به ضد تو قیام نمایند پیش تو مغلوب خواهد کرد. با یک راه به ضد تو خواهند آمد و با 7 راه از پیش تو خواهند گریخت. خداوند به تو در انبارهایت و در هر شغل دستت برکت خواهد فرستاد و تو را در زمینی که خداوند به تو می‌دهد با برکات خواهد کرد. خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گردانید، چنان که به تو قسم خورده است اگر احکام خداوند خدای خود را رعایت نموده با راه‌های او روانه شوی. و همه قوم‌های زمین خواهند دید که اسم خداوند بر تو خوانده شده است و از تو خواهند ترسید. و خداوند به تو در میوه بطنت و در ثمره چارپایانت و در حاصل زمینت، در زمینی که خداوند به پدرانت قسم خورده است که به تو بدهد، فراوانی زیاد خواهد بخشید. خداوند برای تو گنجینه نیکوی خود یعنی آسمان را باز خواهد کرد تا که باران زمین تو را در سری وقت بباراند و به هر شغل دست تو برکت دهد و تو به خلقهای بسیار قرض خواهی داد ولی خودت قرض نخواهی گرفت. و خداوند تو را سر خواهد کرد نه دم و فقط بلند خواهی بود نه پست اگر تو به احکام خداوند خدای خود که من امروز به تو امر می فرمایم گوش اندازی و آنها را رعایت نموده به جا آوری. و از همه سخنانی که من امروز به شما امر می فرمایم به طرف راست یا چپ میل نکنی تا که خدایان دیگر را پیروی و عبادت نمایی. آگاهی از لعنت ها. ولیکن اگر به آواز خداوند خدای خود گوش ناندازی تا که تمام احکام و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم رعایت نموده به عمل آوری، آنگاه همه این لعنت ها به تو خواهد رسید و برای تو به عمل خواهد آمد. در شهر تو ملعون خواهی بود و در صحرا تو ملعون خواهی بود. سبد تو و کارسان تو ملعون خواهد بود. میوه بطن تو و حاصل زمین تو، زایش گاوان تو و افزایش گوسفندان تو ملعون خواهد بود. هنگام درآمدن خود تو ملعون خواهی بود و هنگام برآمدن خود تو ملعون خواهی بود. خداوند به تو در هر شغل دستت که به عمل می آوری لعنت، اضطراب و مصیبت خواهد فرستاد تا دمی که محو شوی و تا دمی که به زودی نیست شوی از باعث بدی اعمالت، از باعث آن که مرا ترک کرده ای. خداوند وبا را به تو خواهد چسبانید تا دمی که تو را از زمینی که برای تصرف کردن آن به آن داخل می شوی محو کند. خداوند تو را به سیل، تب، التهاب
آکیله، خشکسالی، باد سموم و یرقان گرفتار خواهد کرد و آنها تو را تعقیب خواهد کرد تا دمی که محو شوی. و آسمانی تو که بالای سری توست مانند مس خواهد گردید و زمینی که زیر پای توست مانند آهن. خداوند باران زمینت را غبار و خاک خواهد گردانید و آن از آسمان بر تو فرود خواهد آمد تا دمی که نیست و نابود شوی. خداوند تو را پیش دشمنانت مغلوب خواهد کرد. با یک راه به ضد آنها بیرون خواهی رفت و با 7 راه از پیش آنها خواهی گریخت و برای همه مملکت‌های زمین به دهشت تبدیل خواهی یافت. و لاشه تو برای هر مرغ هوا و حیوان زمین خوراک خواهد شد و هیچ کس آنها را نخواهد رمانید. خداوند تو را به آبیله مصر، زخم دنبالدار، جراب و خارشک گرفتار خواهد کرد که از آنها نمی توانی شفا یابی. خداوند تو را به دیوانگی، کوری و کرختی گرفتار خواهد کرد و مثل کوری که در تاریکی دست کرده راه می رود، تو در نیمی روزی دست کنان راه خواهی رفت و در راههای خود موفقیت نخواهی یافت و تمام ایام تو را به تنگ خواهند آورد و تاراج خواهند کرد و نجات دهنده نخواهد بود. زنی را نامزد خواهی کرد ولی مردی دیگری با وی خواهد خوابید. خانه بینا خواهی کرد ولی در آن ساکن نخواهی شد. تاکزار خواهی شنانید ولی از انگورش نخواهی خورد. گاوت را در پیش نظرت خواهند کشت ولی از گوشت آن نخواهی خورد. خرت را از پیش تو به تاراج خواهند برد و آن نزد تو نخواهد برگشت. گوسفندانت به دشمنان تو داده خواهد شد و نجات دهنده برای تو نخواهد بود. پسرانت و دخترانت به قوم دیگر داده خواهند شد و چشمانت این را خواهد دید و تمام ایام برای آنها چار خواهد شد ولی دیدارشان برای تو دسترس نخواهد بود. حاصل زمینت و تمام مهنتت را قومی که تو نمیشناختی خواهند خورد و تو تمام ایام فقط مظلوم و ستمکش خواهی بود و تو از آنچه چشمانت میبیند دیوانه خواهی شد. خداوند زانوها و ساقهای تو را با آبیله بد گرفتار خواهد کرد که از آن از کف پای تا فرق سر خود شفا نخواهی یافت. خداوند تو را و پادشاهت را که بر خود تعیین می نمایی سوی خلق خواهد برد که ورا تو و پدرانت نمی شناختید و در آنجا تو خدایان دیگر را که از چوب و سنگ عبارتند عبادت خواهی کرد و در میان قوم‌هایی که خداوند تو را به آنجا خواهد برد تو وسیله حیرت، مثل و تمسخر خواهی گردید. تخمی زیادی به صحرا خواهی برد ولیکن اندکی جمع خواهی کرد زیرا که ملخ آن را خواهد خورد. تاکزارها شنانیده پرورش خواهی کرد ولی شراب نخواهی نوشید و انگور نخواهی چید زیرا که آن را کرم خواهد خورد. درختان زیتون در تمام حدود تو خواهد بود ولی روغن به بدنت نخواهی مالید زیرا که زیتون تو نارسیده خواهد ریخت. پسران و دختران به دنیا خواهی آورد ولی آنها از آن تو نخواهند بود زیرا که به اسیری خواهند رفت. همه درختانت و محصول زمینت را ملخ نابود خواهد کرد. غریبی که در میان توست بر تو تارف بلند خواهد شد و تو تارفت به پست خواهی افتاد. وی به تو قرض خواهد داد ولی تو به وی قرض نخواهی داد. وی سر خواهد بود ولی تو دوم خواهی بود. و همه این لعنت ها بر تو خواهد آمد و تو را تعقیب نموده به تو خواهد رسید تا دمی که محو شوی زیرا که تو به آواز خداوند خدای خود گوش ندادی تا که احکام و فرایض او را که به تو امر فرموده بود رعایت نمایی. و آنها بر تو و بر نسل تو تا ابد علامت و عبرت خواهد بود. از بس که تو خداوند خدای خود را با شادی و دلخوشی برای فراوانی هر چیز عبادت نکردی، بنابراین تو به دشمن خود که خداوند ورا بر تو خواهد فرستاد به سبب گرسنگی و تشنگی و برهنگی و کمی هر چیز خدمت خواهی کرد در صورتی که وی یوغ آهنین بر گردن تو خواهد گذاشت تا دمی که تو را نیست و نابود کند.
خداوند از دوردست از اقصای زمین خلقی را که مثل عقاب می پرد بر تو خواهد آورد. خلقی که زبانش را تو نخواهی فهمید. خلقی روی نتنه که پاس خاطر پیران را نگاه نمی دارد و به جوانان رحم نمی کند و ثمره چارپایانت و حاصل زمینت را خواهد خورد تا دمی که خانه ویران شوی، به طوری که غله، شیره انگور، روغن زیتون، زایش گاوانت و افزایش گوسفندانت را برای تو باقی نخواهد گذاشت تا دمی که تو را محو سازد و تو را در همه شهرهایت محاصره خواهد کرد تا دمی که دیوارهای بلند و مستحکم تو را که به آنها توکل می نمایی در تمام زمینت خراب کند و تو را در تمام شهرهایت در تمام زمینت که آن را خداوند خدایت به تو می دهد محاصره خواهد کرد و تو میوه بطن خود را یعنی گوشت پسرانت و دخترانت را که خداوند خدایت به تو داده است در محاصره و تنگی که دشمنت بر تو آورد خواهی خورد. مردی نازپرورده که در میان تو به عیش و عشرت عادت کرده بود، چشمش به برادرش و زنی هماغوشش و بقیه فرزندانش که باقی میمانند بد خواهد شد. به طوری که وی به هیچ یکی از آنها از گوشت فرزندانی خود که میخورد نخواهد داد، زیرا در محاصره و تنگی که دشمنت در همه شهرهایت بر تو آورد چیزی برای وی باقی نخواهد ماند. زنی نازپرورده که در میان تو به عیش و عشرت عادت کرده بود و به سبب عیش و عشرت و نازپروردگی جرأت نداشت کف پایش را به زمین ماند، چشمش به شوهر هماغوشش و پسرش و دخترش بد خواهد شد و نیز به همراهکی که از میان پایهایش بیرون می آید و به پسرانی که می زاید، زیرا که وی آنها را به سبب کمی هر چیز در محاصره و تنگی که دشمنت در شهرهای تو بر تو آورد به طور پنهانی خواهد خورد. اگر همه سخنان این شریعت را که در این کتاب نوشته شده است رعایت نموده به عمل نآوری و از این اسم ارجمند و سهمگین یعنی از خداوند خدای خود نترسی، خداوند به تو و به نسل تو ضربه های دهشت انگیز خواهد رسانید، ضربه های عظیم و دوامدار و بیماری های سخت و دوامدار و همه دردهای مصر را که از آنها می ترسیدی به سر تو خواهد آورد و آنها به تو خواهد چسبید. نیز هر بیماری و ضربه را که در این کتاب شریعت نوشته نشده است خداوند بر سر تو خواهد آورد تا دمی که محو شوی و از شما شماره کمی باقی خواهند ماند و حالان که شما مثل ستارگان آسمان سرشمار بودید، زیرا که تو به آواز خداوند خدای خود گوش ندادی. در نتیجه بی‌اطاعتی بردوام در روی زمین پراکنده خواهید شد و چنین واقع خواهد شد که چطوری که خداوند شادی کنان بر شما احسان نموده شما را افزون گردانیده بود، اما آن طور خداوند شادی کنان شما را نیست و نابود خواهد کرد و شما از زمینی که برای تصرف کردن آن به آن داخل می شوید رانده خواهید شد و خداوند تو را در میان همه قوم ها از یک کنار زمین تا کنار دیگر زمین پراکنده خواهد کرد و در آنجا تو خدایان دیگر را که از چوب و سنگ عبارتند و آنها را تو و پدرانت نمی شناختید عبادت خواهی کرد و در میان آن خلقها تو فراغت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود و در آنجا خداوند به تو دلی بیقرار و چشمان چار و جان پرآزار خواهد داد و حیات تو پیش نظر تو به موی آویزان خواهد بود و تو روزانه و شبانه هراسان شده به حیات خود دلپوری نخواهی داشت. صبحگاهان خواهی گفت کاش که شام می بود و شامگاهان خواهی گفت کاش که صبح می بود، به سبب ترس دل خود که تو را فرا خواهد گرفت و به سبب رؤیای چشمان خود که تو خواهی دید. و تو را خداوند در کشتی ها با راهی که درباره آن به تو گفته بودم
دیگر هرگز نخواهید دید و مصر خواهد برگردانید و شما در آنجا خود را به دشمنان خود برای غلامی و کنیزی خواهید فروخت، ولی خریدار نخواهد بود. کتاب تکرار شریعت باب 29. از نو برقرار کردن عهد. این است سخنان عهدی که خداوند به موسی امر فرمود که با بنی اسرائیل در زمین موآب ببندد، غیر از آن عهدی که با آنها در حورب بسته بود. و موسی تمام اسرائیل را خوانده به آنها گفت: هر آنچه را که خداوند پیش نظر شما در زمین مصر به فرعون و همه بندگانش و تمام زمینش به عمل آورد شما دیده اید. آن امتحانهای بزرگ را که چشمان شما دید، آن علامات و معجزات عظیم را. ولیکن خداوند دل برای دانستن و چشمان برای دیدن و گوشها برای شنیدن تا امروز به شما نداده است. و من شما را 40 سال در بیابان بردم. لباس شما بر تنتان جغده جغده نشد و کفشتان بر پایتان پاره نشد. نان نخوردید و بوزه ننوشیدید تا بدانید که من خداوند خدای شما هستم. و به این مکان رسیدید و سیحون پادشاه هشبون و اوج پادشاه باشان به استقبال ما برای جنگ بیرون آمدند و ما آنها را تارمار کردیم و زمین آنها را گرفته برای اوبینیان و جادیان و نصف سبط منشعیان همچون ملک دادیم. پس سخنان این عهد را رعایت نمایید و آنها را به جا آورید تا که در هر چی میکنید موفقیت به دست آورید. امروز همه شما به حضور خداوند خدای خود ایستاده اید، یعنی سرداران شما، سبطهای شما، پیران شما و ناظران شما، همه مردان اسرائیل، کودکان شما، زنان شما و غریبی که اندرون اردوگاه شماست، از هیزم کفان تو گرفته تا مشکاب تو، تا که به عهد خداوند خدای خود و به سوگند نامه او که خداوند خدایت امروز با تو میبندد داخل شوی، تا که او تو را امروز قوم خود تعیین نماید و او خدای تو باشد، چنان که او به تو گفته است و چنان که به پدرانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده است. و نه تنها با شما من این عهد و این سوگند نامه را میبندم، بلکه هم با آنهایی که امروز همراه ما به حضور خداوند خدای ما ایستادند و هم با آنهایی که امروز در اینجا همراه ما نیستند. زیرا شما میدانید که چگونه ما در زمین مصر عمر به سر می بردیم و چگونه ما از میان خلقهایی که شما عبور نمودید گذشتیم و شما قباحتها و بتهای آنها را که عبارت از چوب و سنگ و نقره و طلا در میان آنها بود دیدید. مبادا در میان شما مرد یا زن یا قبیله یا سبط باشد که دلش امروز از خداوند خدای ما گردد، تا که رفته خدایان آن خلقها را عبادت نماید. مبادا در میان شما ریشه باشد که زهر و یفشان به وجود آورد. و هنگامی که وی سخنان این سوگند نامه را بشنود، در دل خود را برکت داده گوید: با وجود آن که در سختی دل خود رفتار می نمایم تا که سیراب و تشنه را یک جای نابود کنم، من سلامت خواهم ماند. خداوند ورا نخواهد آمرزید، بلکه آن وقت غضب خداوند و رشک او بر آن کس علنگه خواهد زد و تمام لعنتی که در این کتاب نوشته شده است به سر وی خواهد آمد و خداوند نام ورا از زیر آسمان محو خواهد کرد. و خداوند ورا از همه سبطهای اسرائیل برای هلاکت جدا خواهد کرد، بر طبق همه لعنتهای عهدی که در این کتاب شریعت نوشته شده است. و نسل بعدینه، یعنی فرزندان شما که بعد از شما پیدا خواهند شد و اجنبیانی که از زمین دوردست خواهند آمد، هنگامی که مصیبت‌های این زمین و وباهایی را که خداوند بر سر آن می آورد ببینند، خواهند گفت: تمام زمین سوخته و کبرید و شوره تبدیل یافته است.
کشت کرده نمی شود و حاصل نمی رویاند و هیچ یک علف در آن نمی سبزد، مانند تبدلات سدوم و عمورا، ادما و سبوئیم که آنها را خداوند در خشم و غضب خود واژگون کرده بود. و همه خلقها خواهند گفت از چی سبب خداوند به این زمین چنین عمل کرده است؟ شدت این غضب عظیم از چی سبب است؟ و خواهند گفت از آن سبب است که آنها عهد خداوند خدای پدران خود را که در وقت بیرون آوردن آنها از زمین مصر با آنها بسته بود ترک کردند و رفته خدایان دیگر را عبادت کردند و به آنها سجده بردند، خدایانی را که نمی شناختند و او نصیبه آنها نگردانیده بود. بنابراین خشم خداوند بر این زمین علنگه زد و او تمام لعنتی را که در این کتاب نوشته شده است بر آن آورد و خداوند آنها را با غضب و خشم و قهر عظیم از زمینشان ریشه‌کن کرده به زمین دیگر پرتافت، چنان که امروز واقع شده است. چیزهای نهانی از آن خداوند خدای ماست و چیزهای آشکار تا ابد از آن ما و فرزندان ماست، تا که همه سخنان این شریعت را به عمل آوریم. کتاب تکرار شریعت باب 30. موسی به توبه کنندگان احسان وعده می دهد. و هنگامی که همه این سخنان، یعنی برکت و لعنتی که به تو پیشنهاد نمودم به سر تو آید و تو آنها را در میان همه خلقهایی که تو را خداوند خدایت با آنجا پراکنده سازد در دل خود جای دهی و سوی خداوند خدای خود رجوع نمایی و تو همراه فرزندانت موافق هر آنچه من امروز به تو امر می فرمایم با تمام دل خود و با تمام جان خود به آواز او گوش اندازی. آنگاه خداوند خدایت اسیران تو را خواهد برگردانید و به تو رحم خواهد نمود و از نو تو را از میان همه قوم‌هایی که خداوند خدایت تو را به آنجا پراکنده سازد جمع خواهد کرد. حتی اگر پراکندگی تو تا اقصای آسمان باشد، از آنجا تو را خداوند خدایت جمع خواهد کرد و از آنجا تو را خواهد گرفت و تو را خداوند خدایت به زمینی که پدرانت تصرف کرده بودند خواهد آورد و تو آن را تصرف خواهی کرد و او به تو مرحمت نموده تو را بیشتر از پدرانت افزون خواهد گردانید. و خداوند خدایت دل تو و دل نسل تو را مختون خواهد کرد تا که خداوند خدای خود را با تمام دل خود و با تمام جان خود دوست داشته زنده بمانی. و خداوند خدایت همه این لعنت ها را بر سر دشمنان و بدخواهان تو که تو را تعقیب می کردند خواهد آورد و تو برگشته با آواز خداوند گوش خواهی داد و تمام احکام او را که من امروز به تو امر می فرمایم به عمل خواهی آورد. و خداوند خدایت به تو در هر عملی دستت، در میوه بطنت و در زایش چارپایانت و در حاصل زمینت به نیکویی کامیابی زیاد خواهد بخشید، زیرا خداوند از نو درباره تو به نیکویی شادی خواهد کرد، چنان که درباره پدرانت شادی میکرد. اگر تو به آواز خداوند خدای خود گوش انداخته احکام و فرایض او را که در این کتاب شریعت نوشته شده است رعایت نمایی و اگر تو با تمام دل خود و با تمام جان خود سوی خداوند خدای خود برگردی. آگاهی آخرین. زیرا که احکامی که من امروز به تو امر می فرمایم برای تو دست نارس نیست و دور نیست. آن در آسمان نیست که بگویی کیست که برای ما به آسمان صعود نموده آن را برای ما بگیرد و آن را به ما بشنواند تا که آن را به عمل آوریم؟ و آن در آن طرف بحر نیست که بگویی کیست که برای ما به آن طرف بحر عبور نموده آن را برای ما بگیرد و آن را به ما بشنواند تا که آن را به عمل آوریم؟ بلکه این چیز به غایت به تو نزدیک است، آن در دهان و دل توست تا که آن را به عمل آوری.
اینک من امروز به تو حیات و نیکویی و ممات و بدی را پیشنهاد کردم. و من امروز به تو امر می فرمایم که خداوند خدای خود را دوست بداری، با راههای او روانه شوی و احکام و فرایض و دستورات او را رعایت نمایی، تا که زنده مانده افزون شوی و تو را خداوند خدایت در زمینی که برای تصرف کردن آن به آن داخل می شوی برکت دهد. ولیکن اگر دل تو گردد و تو گوش ندهی و گمراه شده به خدایان دیگر سجده بری و آنها را عبادت نمایی، پس امروز من شما را آگاه میکنم که حتما تلف خواهید شد و در زمینی که از اردن عبور کرده به آن داخل می شوید تا که آن را تصرف نمایید، عمری دراز نخواهید دید. امروز آسمان و زمین را من پیش شما به شاهدی دعوت می نمایم که حیات و ممات را، یعنی برکات و لعنت را به شما پیشنهاد کردم. پس حیات را اختیار نما تا که تو با نسل خود زنده بمانی. خداوند خدای خود را دوست بداری، با آواز او گوش دهی و به او بچسبی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر توست، تا که تو در زمینی که خداوند به پدرانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده است که آن را به آنها بدهد، سکونت نمایی. کتاب تکرار شریعت باب 31. موسی به کاهنان، لیویزادگان و یهوشع ابن نون دستورات آخرین می‌دهد. و موسی رفته این سخنان را به تمام بنی اسرائیل بیان کرد و به آنها گفت: من امروز 120 ساله شدم، دیگر یارای برآمدن و درآمدن ندارم و خداوند به من گفته است تو از این اردن عبور نخواهی کرد. خداوند خدایت خودش پیشاپیش تو عبور خواهد نمود، خودش این خلقها را از پیش تو محو خواهد کرد تا که تو آنها را زیر دست نمایی. یهوشع پیشاپیش تو عبور خواهد نمود، چنان که خداوند گفته است. و خداوند با آنها آنچنان عمل خواهد کرد چنان که به سیحون و اوج پادشاهان اموریان و به زمین آنها عمل کرده آنها را محو نمود. و خداوند آنها را به دست شما خواهد سپرد و شما با آنها موافق تمام احکامی که من به شما امر فرمودم عمل نمایید. قوی و دلیر باشید، از آنها نترسید و هراسان نشوید، زیرا که خداوند خدایت خودش با تو می رود. او از تو دست نخواهد کشید و تو را ترک نخواهد کرد. و موسی یهوشع را خوانده پیش نظر تمام اسرائیل و وی گفت: قوی و دلیر باش، زیرا که تو با این قوم به زمینی که خداوند به پدرانشان قسم خورده است که با آنها بدهد داخل خواهی شد و تو آن را با آنها همچون ملک تقسیم خواهی کرد. و خداوند خودش پیشاپیش تو می رود، او با تو خواهد بود، از تو دست نخواهد کشید و تو را ترک نخواهد کرد، نترس و هراسان نشو. و موسی این شریعت را نوشت و آن را به کاهنان بنی لیوی که صندوق عهد خداوند را می برداشتند و به پیران اسرائیل داد. و موسی با آنها امر فرموده گفت: در سال هفتم در وقت سال موآف در عید خیمه ها، هنگامی که تمام اسرائیل بیایند تا که به حضور خداوند خدای تو در مکانی که او برگزیند حاضر شوند، این شریعت را پیش تمام اسرائیل خوانده و سمع آنها برسان. قوم را مردان و زنان و کودکان و غریبانی را که در شهرهای تو می باشند جمع کن تا که بشنوند و تعلیم گیرند و از خداوند خدای شما بترسند و همه سخنان این شریعت را رعایت نموده به عمل آورند و پسران آنها که این را نمی دانند بشنوند و تعلیم گیرند تا که از خداوند خدای شما بترسند در تمام ایامی که شما در زمینی که برای تصرف کردن آن از اردن عبور می نمایید عمر به سر خواهید برد. دستورات خداوند به موسی و یهوشع ابن نون. و خداوند به موسی گفت:
اینک ایام مردن تو نزدیک است. یهوشع را بخوان و در خیمه جامع حاضر شوید تا که به وی دستورات دهم. و موسی و یهوشع رفته در خیمه جامع حاضر شدند. و خداوند اندرون ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر بر در خیمه ایستاد. و خداوند به موسی گفت: اینک تو با پدرانت میخوابی و این قوم برخاسته خدایان بیگانه زمین را که با آنجا در میان آنها می روند زیناکارانه پیروی خواهند نمود و مرا ترک کرده عهدی را که با آنها بستم خواهند شکست. و غضب من بر آنها در آن روز علنگه زده آنها را ترک خواهم کرد و روی خود را از آنها پنهان خواهم داشت و آنها تلف خواهند شد و بدیها و کلفتهای زیاد بر سر آنها خواهد آمد و در آن روز آنها خواهند گفت: از بس که خدای ما در میان ما نیست، این بدیها به سر ما آمده است. ولی من روی خود را در آن روز البته پنهان خواهم داشت به سبب تمام بدیه که آنها به عمل آوردند وقتی که به خدایان دیگر رجوع کردند. و الحال این سرود را برای خود بنویسید و تو آن را به بنی اسرائیل تعلیم داده در دهانشان بمان تا که این سرود برای من شهادت بر بنی اسرائیل باشد. زیرا که من آنها را چنان که به پدرانشان قسم خوردم به زمین داخل میکنم که شیر و عسل در آن جاری است و آنها خورده سیر و فربه خواهند شد و به خدایان دیگر رجوع نموده آنها را عبادت خواهند کرد و مرا به خشم آورده عهد مرا خواهند شکست. و هنگامی که بدیها و کلفتهای زیاد بر سر آنها بیاید این سرود مثل شهادت بر آنها گواهی خواهد داد، زیرا که آن از دهان نسل آنها فراموش نخواهد شد، چون که من اشتیاق آنها و آنچه را که آنها امروز میکنند میدانم پیش از آن که آنها را به زمینی که درباره آن قسم خوردم داخل کنم. و موسی این سرود را در آن روز نوشت و آن را به بنی اسرائیل تعلیم داد. و خداوند به یهوشع ابن نون امر فرموده گفت: قوی و دلیر باش، زیرا که تو بنی اسرائیل را به زمینی که درباره آن با آنها قسم خوردم داخل خواهی کرد و من با تو خواهم بود. و هنگامی که موسی نوشتن سخنان این شریعت را در کتاب کاملا به انجام رسانید، موسی به لیوی زادگانی که صندوق عهد خداوند را می برداشتند امر فرموده گفت: این کتاب شریعت را بگیرید و آن را در پهلوی صندوق عهد خداوند خدای خود بمانید تا که در آنجا شهادت بر تو باشد. زیرا که من بلواگری و گردنکشی تو را می دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم شما به خداوند بلوا می برداشتید، علل خصوص بعد از مردن من. همه پیران سبطهای خود و ناظران خود را نزد من جمع کنید تا که این سخنان را به سمع آنها برسانم و آسمان و زمین را بر آنها برای شاهدی دعوت نمایم. زیرا می دانم که شما بعد از مردن من تماما فاسد گردیده از راهی که به شما امر فرمودم دور خواهید شد و در آخر ایام بدی بر شما خواهد آمد، زیرا که آنچه در نظر خداوند بد است به عمل خواهید آورد تا که او را با اعمال دست خود به خشم آورید. و موسی سخنان این سرود را تا به آخر آنها به سمع تمام جماعت اسرائیل به زبان راند. کتاب تکرار شریعت باب 32. سرود موسی. گوش انداز ای آسمان که من سخن خواهم راند و بگذار زمین نطق دهانم را بشنود. سبق من مثل باران خواهد بارید، نطق من مثل شبنم خواهد ریخت، مثل قطره های باران مهین بر میسزار و مثل باران سیل بر علفزار. اسم خداوند را به زبان خواهم راند، کبریای خدای ما را مدح کنید. او کوهپاره است، عملیات او کامل است، زیرا که همه راه‌های او عادلانه است. او خدای امین است و ناانصافی ندارد. او عادل و حقانی است. آنها فاسد شدند،
از باعث نقصان خود فرزندان او نیستند، نسل سرکش و کجکارند. آیا پاداش شما برای خداوند همین است؟ ای قوم رذیل و بی‌عقل! او آخر پدر توست، مالک توست. او تو را آفرید و تو را استوار کرد. ایام قدیم را به یاد آور. درباره سالهای نسلهای پیشینه ملاحظه نما. از پدر خود بپرس و او به تو حکایت خواهد کرد. از پیران خود بپرس و آنها به تو خواهند گفت. هنگامی که حق تعالی به خلقها املاک داد، هنگامی که او بنی آدم را پراکنده کرد، او حدود قومها را موافق شماره بنی اسرائیل مقرر نمود، زیرا که نصیبه خداوند قوم اوست، یعقوب قطعه میراث اوست. و را در بیابان یافت، در زمین خلای پر از اولاس، و را پشتیبانی نمود، به وی نظارت کرد، و را همچون گوهرک چشم خود نگاه داشت. چنان که عقاب اهل لانه خود را بیدار کرده، بر چوجه های خود می پرد و بالهای خود را پهن کرده آنها را می گیرد و بر بال و پر خود برداشته می برد، آنچنان خداوند تنها و را هدایت نمود و خدای بیگانه با وی نبود. و را او بر بلندی های زمین برآورد تا که از محصولات صحراها بخورد، و را عسل از صخره خورانید و روغن از سنگ خارا و مسکه گاو و شیر گوسفند و روغن بره ها و قشقارهای باشانی و بزها و گل آرد گندم گزین و تو خون رز که شراب فشاسی بود نوشیدی. ولی یشورون فربه شده، بلغت زدن در آمد. تو فربه، غفظ و تنومند شده ای و خدا را که آفریننده وی است ترک کرد و کوهپاره نجات خود را خواری داد. با خدایان غیر آنها رشک او را آوردند، با کارهای زشت او را خشمگین کردند. به دیوها، نه این که به خدا قربانی کردند، به خدایانی که نمی شناختند، به خدایانی نوی که به قریبی پیدا شده بودند و پدرانتان از آنها نمی ترسیدند. به کوهپاره‌ای که تو را به دنیا آورد به اعتنایی کردی و خدای آفریننده خود را از خاطر برآوردی. و خداوند این را دیده در غضب شد، چون که پسرانش و دخترانش او را به خشم آوردند و گفت روی خود را از آنها پنهان خواهم داشت تا ببینم که عاقبت آنها چی خواهد بود، زیرا که آنها نسل هردم خیالند، فرزندانی اند که امین نیستند. آنها با اون چی خدا نیست رشک مرا آوردند، با چیزهای هیج و پوچ خود مرا خشمگین کردند. پس من با آنچه قوم نیست رشک آنها را خواهم آورد، با خلق رذیل آنها را خشمگین خواهم کرد، زیرا که آتش غضب من علنگه زده است و تا اسفل و سافلین فروزان شده است و زمین را با حاصل آن فرو می برد و اساس کوه ها را می سوزاند. بر آنها مصیبت ها را جمع خواهم آورد، تیرهای خود را بر آنها تمام خواهم کرد. از گرسنگی بحال و از تب و طاعون سخت نابود خواهند شد. دندان درندگان و زهر خزندگان روی زمین را بر آنها خواهم فرستاد. از بیرون آنها را شمشیر تلف خواهد کرد و از درون خانه ها دهشت، هم جوانان، هم دوشیزگان، هم شیرخوارگان و هم موی سفیدان را. می گفتم آنها را به هر جانب پراکنده خواهم کرد، ذکرشان را از میان مردم محو خواهم ساخت. اگر از خشم دشمن خواطر نمی داشتم که مبادا بدخواهان آنها غلط تعبیر کرده بگویند دست ما بالا شد و خداوند همه این را نکرده است. زیرا که آنها خلق بی ملاحظه‌اند و فهم ندارند. کاش که صاحب عقل بوده در این خصوص ملاحظه می کردند و چگونگی عاقبت خود را می فهمیدند. چگونه یک نفر 1000 نفر را تعقیب می نمود
و 2 نفر یک بیور را می گریزانید. اگر کوه پاره‌شان آنها را تسلیم نمی کرد و خداوند آنها را نمی سپرد، زیرا که کوه پاره آنها مثل کوه پاره ما نیست و دشمنان ما پیش داوران ملزم خواهند شد، زیرا که تاک آنها از تاک‌های سدوم است و از صحراهای امورا. انگور آنها انگور زهردار است، خوشه هایش تلخ است. شراب آنها کفک دهان اژدهاست و زهر قاتل ماران افعی. این آخر نزد من پوشیده است، در گنجینه های من نهان است. انتقام و پاداش نزد من است وقتی که پای آنها بلغزد، زیرا که روز هلاکت آنها نزدیک است و شکست آینده آنها به زودی فرا خواهد رسید. زیرا که خداوند داد قوم خود را خواهد ستانید و بر بندگان خود شفقت خواهد کرد، چون ببیند که آنها از حال رفتند و هیچ کس نه غلام نه آزاد باقی نمانده است. و او خواهد گفت کجایند خدایان آنها و کوه پاره‌ای که توکل بر آن می کردند، یعنی خدایانی که چربوی قربانی های آنها را می خوردند و شراب هدیه های ریختنی آنها را می نوشیدند. بگذار آنها برخاسته به شما مدد رسانند، بگذار آنها برای شما پناهگاه شوند. پس الحال ببینید که او من هستم، من و غیر از من خدای نیست. من می میرانم و زنده می کنم، من مجروح می نمایم و شفا می دهم و کسی نمی تواند از دست من رها کند. اینک دست خود را سوی آسمان بلند می کنم و می گویم من تا ابد زنده هستم. وقتی که شمشیر براق خود را تیز کنم و دست من به داوری شروع نماید، آنگاه از دشمنان خود انتقام خواهم گرفت و به بدخواهان خود پاداش خواهم داد. تیرهای خود را از خون مست خواهم کرد و شمشیر من گوشت خواهد خورد از خون مقتولان و اسیران، از کله های کفیده دشمنان. ای خلقها، با قوم او خشنود شوید، زیرا که او برای خون بندگان خود انتقام خواهد گرفت و با انتقام به دشمنان خود پاداش خواهد داد و زمین خود و قوم خود را کفارت خواهد کرد. و موسی آمده همه سخنان این سرود را و سهم قوم به زبان راند، او و یهوشع ابن نون. موسی به قوم مراجعت می کند و هنگامی که موسی به زبان راندن همه این سخنان را به تمام اسرائیل به انجام رسانید، به آنها گفت به همه سخنانی که من امروز به شما تلقین می نمایم دقت دهید تا به فرزندان خود امر فرمایید که همه سخنان این شریعت را رعایت نموده به عمل آورند. زیرا که این برای شما یک چیزی خشک و خالی نیست، زیرا که این حیات شماست و به واسطه آن شما عمر خود را در زمینی که برای تصرف کردن آن از اردن عبور می نماید دراز خواهید کرد. و خداوند در همان روز به موسی سخن رانده گفت و این کوه اباریم یعنی کوه نبو که در زمین موآب در رو بروی یریحو واقع است، برو و به زمین کنعان که من آن را به بنی اسرائیل همچون ملک می دهم نظر انداز و تو در کوهی که به آن می برایی بمیر و به قوم خود پیوست شو، چنان که برادرت هارون در کوه خور مرده به قوم خود پیوست شد. از باعث آن که شما اندرون بنی اسرائیل نزد آبهای میریبا در بیابان سین به من ایمان نآوردید، از باعث آن که شما مرا اندرون بنی اسرائیل تقدیس نکردید، پس تو از دور این زمین را خواهی دید، ولی به آنجا به زمینی که من به بنی اسرائیل می دهم داخل نخواهی شد. کتاب تکرار شریعت باب 33. برکت سبطهای اسرائیل. و این است برکتی که موسی مرد خدا پیش از فوت خود با آن بنی اسرائیل را برکت داد و گفت خداوند از سینا آمد و از سعیر بر آنها طلوع کرد، از کوه فاران ظاهر شد
و از میان بیورهای مقدسان پدید آمد. از یمین او آتش شریعت برای آنها فروزان بود. با یقین تو قومها را دوست می داری. همه مقدسانشان در دست تو هستند و آنها نزد قدمگاه تو اردو زدند و سخنان تو را قبول کردند. شریعتی را که موسی به ما امر فرمود تا که آن برای جماعت یعقوب میراث باشد. و او بر یشورون پادشاه بود وقتی که سرداران قوم با یکجایگی سبطهای اسرائیل جمع شدند. بگذار ریوبین زنده باشد و نمیرد و آدمانش کم شمار نباشند. و این است درباره یهودا. و او گفت: خداوندا، آواز یهودا را بشنو و نزد قومش ورا برسان. بگذار دستهایش ورا حمایت کند و تو به ضد دشمنان وی مددگار باش. و درباره لیوی گفت: تومیم و اوریم تو بر مرد پارسای توست که ورا تو در مسا امتحان کرده ای و با وی نزد آبهای میریبا نزاع نموده ای. وی درباره پدر و مادر خود می گوید: من آنها را ندیدم و برادران خود را نمی شناسد و پسران خود را نمی داند، زیرا که آنها کلام تو را رعایت می کنند و عهد تو را به جا می آورند. دستورات تو را به یعقوب تعلیم می دهند و شریعت تو را به اسرائیل. در حضور تو بخور می گذارند و قربانی سوختنی بر قربانگاه تو. خداوندا، قوت ورا برکت بده و به عمل دستهای وی توجه نما. کمر مخالفان ورا بشکن تا که بدخواهان وی نتوانند بخیزند. درباره بنیامین گفت: این محبوب خداوند در پناه او در امنیت عمر به سر می برد. تمام روز او ورا پشتیبانی نموده در میان کتفهای وی ساکن می شود. و درباره یوسف گفت: بگذار زمین وی از جانب خداوند با برکات باشد، از نعمت آسمان، از شبنم و از ورطه‌ای که در تحت زمین واقع است و از نعمت محصولات آفتاب و از نعمت نباتات ماه و از نوبرهای گزین کوههای قدیم و از نعمت تلهای جاویدانی و از نعمت زمین و هر چی در آن است و از حسن توجه ساکن خربوطه. بگذار این برکت بر سر یوسف آید و بر فرق سر آن که از میان برادران خود صاحب افسر بود. نرگاو نخوزاده وی شفقت وی است و شاخهای آن مثل شاخهای بز وحشی دراز شاخ است. با آنها قومها را یک جایه تا اقصای زمین شاخ میزند. و اینهایند بیورهای افرایم و اینهایند هزارهای منشه. و درباره زبولون گفت: ای زبولون، در بیرون آمدن خود شادی کن و تو ای ایساکار در خیمه های خود. آنها قومها را به کوه دعوت می نمایند، در آنجا قربانی های حقانی تقدیم می کنند، زیرا که از ثروت بحرها استفاده می برند و از گنجهایی که در ریگ نهان است. و درباره جاد گفت: مبارک است آن که جاد را وسعت داده است. وی مثل شیر ساکن است و بازو و فرق سر را می دراند. وی قطعه بهترین را برای خود اختیار نموده است که در آنجا حصه قانونگذار موجود است و با سرداران قوم آمده عدالت خداوند و دستورات او را با اسرائیل به عمل می آورد. و درباره دان گفت: دان شیر جوان است که از باشان جست و خیز می کند. و درباره نفتالی گفت: تو ای نفتالی از توجه خداوند سیر شو و از برکت او پر باش، غرب و جنوب را تصرف نما. و درباره آشیر گفت: از پسران آشیر با برکات است، در میان برادران خود محبوب می شود و پای خود را در روغن می غوطاند. از آهن و مس بندوبست توست و نیکو احوالی تو تمام عمر تو دوام می کند. خدا مثل ندارد ای یشورون
او که آسمان سوار است در کبریای خود بر ابرها نشسته به مدد تو می شتابد. خدای ازلی پناهگاه است و در پایان تا ابد حمایتگر است و دشمن را از پیش تو به در می راند و می گوید محو نما. و اسرائیل در امنیت ساکن می شود، منبع یعقوب به تنهایی در زمینی که غله و شیره انگورش فراوان است و از آسمانش شبنم می بارد. خوشا تو ای اسرائیل، کیست مانند تو ای قومی که نجات بخش تو خداوند است، که او سپر نگهبان تو و شمشیر جلال توست و دشمنانت به تو تملق می گویند و تو بلندی های آنها را پایمال می کنی. کتاب تکرار شریعت باب 34. رؤیای موسی و وفد او. و موسی از صحرای موآب به کوه نبو بر قله فسجه که در رو بروی یریحو واقع است برآمد و خداوند تمام زمین را به او نشان داد، گلعاد را تا دان و تمام نفتالی و زمین افرایم و منشه و تمام زمین یهودا را تا بحر غربی و کشور جنوب را و میدان دره یریحو را که شهر خرمازار است تا سوار. و خداوند به او گفت این است زمینی که من درباره آن به ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده گفتم به نسل تو آن را خواهم داد. من به تو امکانیت دادم که آن را با چشمان خود ببینی، ولیکن به آنجا عبور نخواهی کرد. و موسی بنده خداوند در آنجا در زمین موآب بر طبق امر خداوند مرد و او در زمین موآب در رو بروی بیت فور در دره دفن کرده شد و کسی جای قبر او را تا امروز نمی داند. و موسی در وقت مردنش 120 ساله بود، چشمش خیره نشده بود و قوتش کم نمانده بود. و بنی اسرائیل در صحرای موآب 30 روز برای موسی ماتم گرفتند و روزهای نوحه ماتم موسی به انجام رسید. جانشین او یهوشع ابن نون. و یهوشع ابن نون از روی حکمت پر شد، چون که موسی دستهای خود را بر او گذاشته بود. و بنی اسرائیل به او اطاعت نمودند و بر طبق آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند. و نبی مثل موسی در اسرائیل دیگر به میدان نآمده است که او را خداوند رو بر او می شناخت. در بابت تمام علامات و معجزاتی که خداوند او را به زمین مصر فرستاد تا که آنها را بر فرعون و بر همه بندگان وی و بر تمام زمین وی به عمل آورد و در بابت تمام دست قوی و در بابت تمام عجایبات بزرگی که موسی پیش نظر تمام اسرائیل به عمل آورد.